بسم الله الرحمن الرحیم. خلافت عقل، این رو یکم راجعش صحبت کنیم. انسان وقتی به دنیا میاد فطرتش حاکم بر وجودشه. یه طفل 1 ماهه، 10 روزه، 2 ماهه، 3 ماهه رو نگاه کنید، این عقلش فعلا توش مشخص نیست، خیالش هنوز شکل نگرفته، نه خیالی توش شکل گرفته، نه تکلمی بلده، نه بینایی درست حسابی داره، نه شنوایی درست حسابی داره. یک بچه، یک نوزاد 1-2 ماهه هیچ کدوم از اینا رو چیه نداره و تمام وجودش را فطرت الهیش مدیریت میکند و تا به اون مرحله رسانده است. کم کم در وجود این طفل عقل به وجود میاد، خیال به وجود میاد، بینایی به وجود میاد، پیدا میشه، تکلم میتونه یواش یواش حرف بزنه و شنوایی به وجود میاد، شهوت میاد، غضب میاد و وهم میاد و از این داستانا اینا میاد. تا زمانی که فطرت هست، فطرت حاکم است، فطرت خلیفت الله هست، حالا به عبارتی فطرت الله التي فطر الناس علیها. حالا این فطرت کمرنگ میشه، غروب میکنه، یه جورایی غروب میکنه، حالا عقل میاد بالا، خیال میاد بالا، نگاه، بصیرت، وهم، شهوت، غضب، همه اونا میاد بالا. وقتی که فطرت بره، فطرت خاموشه، فطرت غروب کنه، اونا میان. چه زمانی فطرت غروب میکنه؟ زمانی که عقل بیاد، میگن این بچه به سن تکلیف رسید. عقل که آمد فطرت غروب میکنه، عقل اومده، حالا این بچه باید بره تکالیفش رو انجام بده، نماز بخونه، روزه بگیره. پس بعد از فطرت عقل خلیفه خدا هست. شما فرض کنید اون فطرت رسول خداست، این عقل امام معصوم است. بعد از اون فطرت که جای نشینشه دیگه، تا عقل نباشه تکلیف نیست. یارو 50 سالشه، عقل نداره، تکلیف هم نداره. تا زمانی که عقل آمد، زمانی که عقل بیاد، تازه تکلیف میاد، روزه باید بگیره، نماز بگیره اینا. خب حالا بعضی انسان ها در وجودشان عقلشان خلیفه خدا نیست، عقل رو پرت کردن اونور، یا شهوتشون خلیفه شده، غصب کرده خلیفه خدا. خلیفه خدا عقله. حالا این شهوت و غضب و وهم، این 3 نفر میان عقل را کنار میزنن، یه مدت شهوت غصب میکنه خلیفه خدا را، کرسی خلافت خدا را، و به جایگاه عقل می نشینه. بعد از اینکه این مرد، غضب جانشینش میشه، بعد از غضب وهم جانشینش میشه، بعد از وهم دیگه همه قوا میان دست عقل رو میگیرن، میذارن روی خلافت الهی. متوجه شدین؟ تا زمانی که خلافت عقل که خلافت الله هست، که خدا او را منصوب کرده بر خلافت جان و نفس انسان، او در کرسی خلافت نباشد، در جان انسان بی‌نظمیه، ظلمه. یعنی یه ظلمی به وجود میاد، نگاه آنچه را که باید ببیند نمیبیند. تا زمانی که شهوت و غضب و وهم خلیفه، جایگاه خلیفه خدا را که عقل است غصب کردن، چشم آنچه را که باید ببیند نمیبیند، کلام آنچه را که باید بگوید نمیگوید، گوش آنچه را که باید بشنود نمیشنود، قلب انسان پر میشود از غیر خدا، چون خلافت الهی که مال عقل بوده توسط شهوت و غضب و وهم غصب شده است. تا میاد جلو داستان عقل با این قوا به کربلا میرسه. اینها عقل را آنجا ذبح میکنن در کربلا. این سیر عقل و جهل ها. بعد از کربلا میرسه به ظهور و آنجا عقل ظاهر میشود و خلافت الهی رو به دست میگیرد و همه چیز را سر جای خودش قرار میدهد. عقل که ظهور امام زمان باشه، یه جورایی اون عقل میاد و همه چیز را سر جای خودش قرار میده. نگاه رو دیگه نگاه الهی می شود، کلام الهی می شود، شنوایی الهی می شود، غضب سر جای خودش قضایش داده می شود، شهوت سر جای خودش قضایش داده می شود و وهم همچنین، و قلب از غیر خدا پاک می شود و تمام وجود انسان به تصفیه می رسد، به عدالت می رسد. زمانی که کرسی خلافت الهی به وسیله غضب و شهوت و وهم غصب شده بود، چشم آنچه را که باید نمیدید، گوش آنچه را که باید نمیشنید، کلام آنچه را که باید نمیگفت. ولی در ظهور و در زمانی که عقل به کرسی خلافت الهی میرسد، همه اون ظلمها برچیده میشود. ملئت ظلما و جورا. قبل از اینکه خلافت به عقل برسه، این قوای حسی، این قوای روحی، خیال انسان درست کار نمیکرد. زمانی که خلافت الهی توسط غضب و شهوت و وهم غصب شده بود،
خیال انسان درست خیال پردازی نمی کرد. دست شهوت بود. زمانی که شهوت کرسی خلافت الهی رو غصب کرد، خیال پردازی تماما شهوتی، افکار شهوتی، نگاه شهوتی، شنوایی شهوتی، کلام شهوتی. هر وقت تمام وجودتان را شهوت گرفت، بدانید که خلافت را از عقلتان غصب کرده اند و شهوت را جای او گذاشتند. اگر تمام وجودتان غضب بود، خیال پردازیتون غضب بود، بزن و بکش بود، افکارتون غضب بود، شنوایی و کلام و رفتارتان غضبی بود، یعنی خلافت عقل را گرفته‌اند، غصب کرده‌اند، دستش را بسته‌اند و غضب را بر خلافت الهی گذاشتند. یعنی مدیریت شخصیت شما غضب قوه غضبیه شماست. اگر تمام دستگاه‌های روحی و جسمی شما تحت مدیریت شهوت باشد، یعنی شهوت خلافت الهی رو غصب کرده است. اگر تمام وجود شما را جهل و وهم و نادانی و اینا گرفت، بدانید بر کرسی خلافت وهم نشسته است. امام معصوم را که عقل است کنار گذاشتند و شهوت و غضب و وهم را جای او گذاشتند. اگر همه اعضای بدنتان سر جای خودش کار کرد، درست و الهی کار کرد، کنت سمعه الذی یبصر به و بصره الذی یبصر به و کلامه الذی ینطق به، زمانی که تمام وجودتان الهی شد، بدانید که عقل بر کرسی خلافت وجود شماست. این که گفتند شما، حالا نریم اونجا، خواستم برم بحث گریه و داستان امام حسین، میخوام بگم اون گریه شما اونا رو باز کنم خیلی طول میکشه. یعنی آقا در نفس من عقل بیاید کرسی را بگیرد، یه جورایی اون معنا رو میده. شما با گریه دارید کمک میکنید به قوای روحی و جسمیتون که آقا وهم و خشم و غضب و اینا رو، شهوت و اینا نباید جای عقل را بگیره. دارید کمک میکنید به اون امام حسین درونتون، اون عقل درونتون که آقا تو بیا در خلافت الهی قرار بگیر، در جای خودت قرار بگیر. پس تا زمانی که فطرت هست، تا زمانی که حضرت رسول خدا وجود دارد، هیچ بحثی از خلافت نیست. هیچ کس نمیتواند اظهار وجود کند. وقتی عقل آمد، فطرت کنار میرود، غروب میکند یه جورایی و با پیدا شدن عقل تکالیف بر فرد ظاهر میشود، باید تکالیفش رو انجام بده. حالا بعضیا این عقلشون دائم تا آخر عمرشون خلیفه خداست توی جانشون. بعضی از انسانها میان توسط شهوت و غضب و وهمشون خلافت رو از عقل میگیرند و کرسی خلافت الهی رو غصب میکنند و داستان دارند و اینها بایستی منتظر ظهور عقل باشند در نفسشان و عقل بیاید تمام وجودشون رو بگیره و هر چیزی رو، هر قوه‌ای رو سر جای خودش قرار بده. یعنی سیر پیامبر تا 12 معصوم سیر عقل و سیر فطرت و عقل و خشم و غضب و شهوت و وهم و ایناست. حدیث عقل و جهل، سیر پیامبر تا پیامبر و 12 معصوم، 14 معصوم و اونور دشمنانشون، حالا یا اونور یا حالا کار نداریم، سیر اونا سیر نفسی ماست. اونایی که بیرونن، اون 14 معصوم و اون دشمنانشون ما رو راهنمایی میکنن به عقل و جهل درون خودمون. عقل ما در درون ما مراتبی داره، جهل ما در درون ما مراتبی داره. یه خشم داریم، یه غضب داریم، یه شهوت داریم، یه وهم داریم، یه عقل داریم. اینا 4 تا که 4 تا خلیفن یه جورایی، حالا کار نداریم، نمیخوایم بعضی چیزها رو واضح تر بیان کنیم، ولی میخوام بگم اون داستانی که در ابتدای رسالت پیامبر تا ظهور امام زمان اتفاق میفته همش تفسیر انفسی دارد، راهنمایی میکند به نفس ما و اتفاقاتی که در درون نفس ما هست. هر چه در بیرون اتفاق افتاده راهنما و دلیل نفسی و شناخت نفس ماست. هر چه در عالم تکوین وجود دارد خدا خلق کرده که ما به وسیله اونها خودمون رو بشناسیم. فرض کن همه چیز آدمه. خب ما در قرآن داریم یسبح لله ما فی السماوات والارض، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است چیه؟ اینها تسبیح خدا را میگویند. خب همه چیز خدا رو عبادت میکنن، ذکر میکنن، اینجوری بگیم بهتره، تسبیح میکنن. پس مشخصه آقا همه چی چیه؟ شعور داره، همه چی فهم داره، همه چی زنده است، همه چیز میبیند یه جورایی، همه چی شعور داره، همه چی تکلم داره. البته اینا بعضی ها نمیدونن، این رو درک نمیکنن، چون سطح فرکانسشون، مدارشون خیلی پایینه، اکثر چیزها رو مرده میبینن. خیلی ها دیوار و ماشین و سنگ و جمادات و گیاهان رو اصلا زنده نمیبینن.
میگن اینا یه جورایی مردن. ولی اونایی که سطح فرکانسشون بالاست همه چیز را زنده و پویا و گویا و بینا میبینند، همه چیز را دارای شعور میبینند. شما وقتی، حالا کار نداریم به اون دسته، شما خودتون باید بیاید بالا و بدانید، اول این رو بپذیرید که همه چیز حس دارد، شعور دارد، درک دارد، فهم دارد، تسبیح میکند. آقا همه چی از انرژی است دیگه. یک انرژی، همه چی از انرژی تشکیل شده، درست شده، همه چی انرژیه. و این انرژی هم بیناست، هم شنواست، هم گویاست، شعور دارد، درک دارد، فهم دارد. حالا اینا هر کسی این رو درک نمیکنن جز یه سری یک عده خاصی. آقا شما خودتون از این تلاش کنید، بپذیرید که همه چیز زنده است تا نشونتون بدن. اگه نپذیرید زنده بودن اشیاء موجودات رو، خب نشونتون نمیدن. ولی اگه بپذیرید ذره ذره به شما نشون میدن زنده بودن اشیاء موجودات رو. وقتی شما صبح از خواب بیدار میشید، هر چه میبینید از پتو، لباس، نمیدونم اشیاء دور و برتون، حتی اجزای بدنتون، اینا همشون شعور دارن، درک دارن. فرض کنید شما دستتون یه انسانیه، یه انسان جداییه، یه آدمیه. فرض کنید یه آدمه. به اندازه یه آدم با شخصیت به دستتون احترام بذارید. به اندازه یک انسان با شخصیت به پتوتون احترام بذارید. به اندازه یک انسان به ماشینتون احترام بذارید، به خونتون احترام بذارید. به اندازه خدمت شما یه انسان به در و دیوار، به نمیدونم پنکه، یخچال، نمیدونم هر چیزی داری، هر شیء. فکر نکنید اینها درک نمی‌کنن. شما تشکر کنید از میز و صندلیتون، از گوشیتون تشکر کنید که سبب شدن شما ارتقا پیدا کنید. از ماشینتون تشکر کنید که باعث میشن شما راه زندگیتون راحت‌تر بشه. از وسایل آشپزخونه‌تون تشکر کنید، از عینکتون تشکر کنید. متشکرم عینک عزیزم. در حد خدا، در حد انسان، یک انسان عادی، فرض کنید همه اشیا شعور دارن، فهم دارن. با اینها حرف بزنید، با اعضای بدنتون مکالمه کنید. قربونت برم دست عزیزم، من با تو چقدر آیه نوشتم، چقدر روایت نوشتم، چقدر تلاش کردم در راه رشد و تعالی خودم. با این پای عزیزم ازت تشکر میکنم. چقدر من با تو به زیارت رفتم، کار خیر انجام دادم. چشم عزیزم، من چقدر با تو زیبایی‌های خدا رو مشاهده کردم، جمال خدا رو دیدم. گوش عزیزم، من به وسیله تو چقدر آیات قرآن، روایات، چقدر صداهای از زیبایی رو شنیدم. از تک تک اعضای بدن، فرض کنید تک تک اعضای بدنتون یه آدمه. فرض کنید تک تک وسایل‌های خونه‌تون یک آدمه. باهاشون صحبت کنید، با در و دیوار صحبت کنید. نه اینکه داد بزنید، لازم نیست که مثلا داد بزنید آی دیوار خوبی چطوری، نه. تو وجودتون، توی قلبتون از عینکتون سپاسگزار باشید. توی ذهنتون از دیوار تشکر کنید، باش عشق بازی کنید. مثلا بگید دیوار عزیز، خانه عزیز، پرچم عزیز، عکس عزیز، باش افتادی. آره، باشون صحبت کنید. خدمت شما عرض کنم عشق بازی کنید. اینها شعور دارن، درک دارن، میفهمن. من با ماشینم خیلی راحتم، خیلی صحبت میکنم. با گوشیم خیلی راحتم. گوشیه با هم حرف میزنه، بعضن اشیا با هم حرف میزنه. حالا من به جای رسیدم، اشیا بهم میگه پیمان اینو از اونجا ور نداری، من شکسته میشم. بعد سری براش میدم، میگه جان خودت منو از اینجا بذار کنار، در آستانه خطرم. یعنی شما اگر بپذیرید همه چی حس داره و با آنها مثل یک آدم رفتار کنید، اونها هم با شما صحبت میکنن. اونها رو هم بیار زینب خود دست کن. اونها هم با شما صحبت میکنن. شما هم اگر بپذیرید همه چی شعور دارد، فهم دارد، خدا فهم شما رو باز میکنه، بهتون میفهمونه که راست میگی. به اونجا میرسی مثلا میبینی آقا اشیا باهاتون حرف میزنن. الان خیلی از عرفا با غذاشون حرف میزنن. غذا بهشون میگه که من آقا جان از کجا اومدم، کدوم کشاورز من رو کاشته، کدوم صنعتگر من رو برداشت کرده، مثلا کجا رفتم، کجا بودم، همه رو براشون میگن. چون این عرفا پذیرفتن که همه چی شعور و فهم و اینا داره، چششون باز شده، کم کم باز شده. اون غذا براشون حرف میزنه، اشیا براشون حرف میزنه. مثلا من الان برم بخوام یه چیزی بخرم، خود اون چیزه بهم میگه منو بخر یا نخر. بعد بهم من میگه پیمان جان به این دلیل منو بخر، به این دلیل منو نخر. حتی تو نخریدنم میگه. نه اینکه حالت تلپاتیه، نه اینکه داد بزنن اینا، نه. آدم به انسان میفهمونه. مثلا میخوای یه لیوان بخری، البته باید به اون فرکانس برسی ها که صدای اشیا رو بشنوی. ائمه اطهار توی کلیپ خیلی قدیم درست کردن، پارسال بود حدوداً، که اثبات کردیم با روایات که اهل بیت همه زبان‌ها رو بلدن.
حالا که نمیخوام ولش کن، اونجا رو نریم، همین اینجا رو بریم. اگر شما بپذیرید همه چی حس داره، همه چی داره ذکر خدا رو میگه، همه چی، شما اگه بپذیرید همه چیز اشیا مثل آدمن، اونها کم کم چشتون باز میشه، با اشیا صحبت میکنید، بهتون حسشون رو درک میکنید و با هم دیگه صحبت ها خواهید داشت. باشون صحبت کنید، نه اینکه با زبان ها، با وجودتون، با ذهنتون، با روحتون، با قلبتون، با دیوار خونه، با وسایل، با یخچال، با گاز، پتو، متکا، عینک، ماشین، اون چیزایی که دستم میبینم، با این چیزا صحبت کنید، ازشون سپاسگزار باشین. به این ماشین باشویی بگین آقا تو اومدی تو زندگی من راحت لباسام میشورم، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون، تو داری تسبیح خدا رو میگی، تو داری ذکر خدا رو میگی. ماشین باشی، یخچال، من غذاهامو میذارم تو چقدر عزیزی، چقدر مهربون، چقدر تو در خدمت منی، سپاسگزار غذاها باشی، سپاسگزار اشیا باشی. گوشی، من چقدر با تو قرآن گوش دادم، چقدر صوت کلیپ معارف رو نشر دادم. با اینا صحبت کنید، مثل یک انسان با اینا برخورد کنید، اونها هم فهمتون میره بالا، مدار و فرکانستون میره بالا، با اینها صداشون رو میشنوید. بعد میرید بالاتر، با حیوانات صحبت میکنید. حالا بعضی چیزا رو نمیشه گفت دیگه، نمیگم. با حیوانات هم کلام حیوانات رو هم میفهمید، حیوانات با شما صحبت خواهند کرد. شما هم فرض کنید همه چی یکی، هر چیزی یک آدمه، چطوری با یه آدم برخورد میکنی؟ حرف میزنی، احساس میدی، احساس میگیری. فرض کن اینجوریه، ازشون تشکر کنید، از اشیایی که دارید تشکر کنید، از مغازه‌ای که دارید سپاسگزاریش کنید. اون میفهمه، اون مغازه تشکر شما رو حس میکنه، اون ماشینه تشکر شما رو حس میکنه، عینکتون تشکر شما رو حس میکنه، این گوشی تشکر شما رو حس میکنه. آبی که میخورید باش حرف بزنید، اون آب شعور داره، حس داره، باش حرف بزنید، تشکر کنید ازش. ممنون که پیش مایی، ممنون که هستی آب عزیز، من از تو رفع تشنگی میکنم، لذت میبرم. تو درونتون ازش تشکر کنید، سپاسگزاری کنید از غذاها. از فرض کن یه آدمن، پتوی عزیز، من چقدر خواب راحتی داشتم، ممنون که هستی. بپذیرید که همه چی حس داره، شعور داره، حرف میزنه، اونا رو بذار تو جا دست دارم. آره. زنده بودن را در همه چیز باید ببینید، حس و شعور و فهم و درک را باید در همه چیز شما ببینید، حس کنید، کلام اشیا را باید بفهمید. اگر نمیفهمید، اگر فهمتون بسته است، کلام بخاری رو نمیشنوید، کلام قاشق چنگال رو نمیشنوید، کلام غذاها رو نمیشنوید، معلومه که پایینید. باید بیاید بالا، باید ذکر و یاد خدا کنید، باید مدار و فرکانستون رو بیارید بالا، باید شأن الهیتون رو بیارید بالا تا تسبیح خدا رو. علامه طباطبایی میگفتش که من تسبیح در و دیوار رو میشنوم، ذکری که اشیا میگن رو میشنوم. چرا اون میشنوه، چرا شما نمیشنوید؟ چرا من این تکلم اشیا رو میشنوم، کاملا واضح برام حرف میزنه؟ خدای شکر. فرض کن همه چیز زنده است، با شعور، به حس داره، مثل یه انسانن و همه اینا در خدمت تو هن. این ماشین تو حس داره، شعور داره، در خدمت تو. پتو، لباس، حالا اون چیزایی که دم دست، هر چی هست، همه اینا در خدمت تو هن. آقا همه اینا زندن، دارن به تو خدمت میکنن. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه رو برای تو خلق کردم. همه اینا همشون شعور دارن، فهم دارن. کمد، لباس عزیز، تو چقدر قشنگی، چقدر رنگت خوبه، میکروفون عزیزم، اینا همشون شعور دارن، فهم دارن. شما انرژی مثبت به این میکروفون بدی، به این گوشی بدی، به این لباست بدی، به این عینکت بدی، به اجزای بدنت انرژی مثبت بدی، با فکرت، با کلامت، از اون اجزا هم انرژی مثبت به شما برگشت داده میشه. مثل یه آینه، شما زیباییتون رو میفرستید تو اشیا، اونا حس خوب رو به اشیا، به حیوانات، به انسان‌ها بدید، حس خوب رو بهتون برمیگردونه. به چمن‌ها، به درخت‌ها، به موجودات، به حیوانات، به حشرات احترام بذارید. در حد یک انسان، در حد یک آدم اونا رو ببینید. باشون حرف بزنید، عشق بازی کنید، باشون صحبت کنید. مورچه‌ها رو له نکنید بابا جان. همه اونا حس دارن، شعور دارن، میفهمن. اینا تسبیح خدای رو میگن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اگر در مقام حیات دنیا باشید، خب اون زنده بودن اشیا رو چی آدم ها حس نمی کنن. ولی اگر در مقام آخرت باشید، همه چیز را زنده میبینید. و ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، میگه دار آخرت حیوانه، حیات محضه. حیوان یعنی از حی میاد، حی یعنی زنده، همه چیز زنده محضه. اگر انسان
در مقام آخرت باشه، یعنی در فرکانس آخرت باشه، همه چیز را زنده، پویا، ذاکر خدا میبینه. ولی اگر در حیات دنیا باشد همه را لهو و لعب میبیند. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، همه چیز رو لهو و لعب و چرت و پرت و اینا میبینه. ولی اگر برسه به فرکانس آخرت همه چیز رو زنده میبینه. این میکروفون من زنده است، این گوشی، این عینک من زنده است، شعور دارن، فهم دارن. حتی حالات مثل بیماری ها حرف میزنن، بیماری ها انسان ها رو انذار میدن، سلامتی ها انسان رو بشارت میدن، فقر مالی انسان ها رو انذار میدن، ثروت مالی انسان ها رو بشارت میدن. شعور دارن، درک دارن، حرف میزنن، صفات حرف میزنن، اشیاء حرف میزنن، همه چی زنده است، همه چی پویاست، همه چی حرف میزنه، همه چی تسبیح خدا رو میگه، همه چی شعور. تک تک آیات قرآن مقاماتند، ما باید جانمان آن مقامات را بهش برسد، قلبمان اون مقامات رو شهود کنه، ببینه. مثلا تبارک الله احسن الخالقین یک مقامه، انسان باید بهش برسه. ان الله جمیل، مثلا تک تک روایات مقاماتند و ما باید جانمان به اون مقامات برسه، علم حضوری پیدا کنه به اون مقامات و قلبمون اونها رو مشاهده کنه. لیس کمثله شیء یک مقام است که ما باید به اون برسیم، یعنی لیس کمثله بشویم. لا تأخذه سنة ولا نوم یک مقام است، ما باید اون مقام بشویم. خدا شکرت، چقدر زیباست، چقدر قشنگه. خدا شکر، خدا شکر ما را مهمان سفره امام رضا علیه السلام کردی. خدای ممنونتیم. رضایت یک مقام است، باید بهش برسیم و اون رو به علم حضوریش برسیم، یعنی در جانمان اون رو حاضر ببینیم، شهودش کنیم، درکش کنیم. خدایا سپاس تو را. تک تک آیات دیگه، حالا بعضیشون نمیاد تو ذهنم. آقا لا اله الا الله یک مقام است، باید جانمون اون رو بهش برسه و حضورش رو. لا اله الا انت، اینا مقامن که حضرت موسی بهش رسید در وادی طور. کلیپ انسان در آتش اونجا توضیح دادم. اللهم صل على صاحب هذه البقعة المباركة والشريفة علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأنبياء. خدای شکر. تک تک آیات مقامات الهی هم که باید بهشون برسیم. تک تک روایات مقاماتن، فقط لفظ نیستن. قرآن که لفظ نیست، لفظی هم هست ولی ما فوق لفظه، یعنی یک حقایقی هن، باید به اون حقایق برسیم. آیات قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعضی ها در لفظ قرآن مانده اند، نتوانستند عبور کنند و به معنای او برسند. باید با بیشتر از صلی الله علیه و آله. خب آیات قرآن بیانگر یک سری حقایق اند. این لفظ قرآن، این لفظ حدیث ها یه سری حقایق رو به ما نشون میدن، ما رو دلالت میکنن به یه سری حقایق، به یه سری مقامات که باید بهشون برسیم، بهشون وصلیم. مثلا لفظه میگه مثلا قاب قوسین او ادنا. خب این یه لفظه، الان من بر زبونم جاری شد. خب این لفظه منو راهنمایی میکنه، منو هدایت میکنه به یک حقیقتی که باید اون جانم به اون حقیقت برسه. باید جانم اون قلبم اون رو مشاهده کنه، جانم باهاش به اتحاد برسه. یعنی حالا میشه بهش گفت متحد شدن. انسان با اون حقیقت یکی میشه. خب اینا یه سری الفاظن راهنمایی میکنن به
حقایقی. ما باید با اون حقایق به یگانگی برسیم. انسان اگر در مسیر خودشناسی باشد، اگر در مسیر الهی باشد، در مسیر ذکر خدا باشه، به جایی میرسد بهش میگن عالم ثبات. به جایی میرسه که به عالمی میرسه که آن عالم ثبات محض است. هیچ حرکتی در آن عالم وجود ندارد. به جایی میرسد حرکت برای او متوقف میشود و همه چی ساکن و ثابت خواهد بود. در ابتدای سیر و سلوک، در ابتدای خودشناسی، انسان یقین دارد که دارد حرکت میکند. مثلا از مکان مثلا کردستان میاد مثلا مشهد، یقین داره که حرکت کرده. این ابتدای مسیر. بعد در اواسط مسیر خودشناسی و خداشناسی به جایی میرسد که این یقین تبدیل به شک میشه. بابا مکانی وجود نداره به اون معنا. در بلا مکانی و لا زمانی میرسن. به جایی میرسن که مکان و زمان براشون کاملا متغیر میشه و میفهمن که بابا اصلا حرکت معنا نداره. اگر شما به عالم لا زمانی لا مکانی برسید، حرکت برای شما متوقف میشه. حالا بهش میگن مدار چیز هم بهش میگن اروپایی‌ها، مدار لا زمانی لا مکانی. سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدای سیر و سلوک اللهم صل علی علی ابن صدر المرتضی الامام الحقیر النبی و حضرت علی رسول الله و من تحت فرات. در ابتدای سیر و سلوک حرکت هست. در وسط این حرکت حالک میشه. کل شیء حالک الا وجهه. حرکت هم حالک میشه، زمان حالک میشه، مکان حالک میشه، تمام غیر خدا از بین میره. حالک یعنی از بین رفتن. همه حرکت ها، همه زمان و مکان و تمام غیر خدا هر چه هست حالک میشه و فقط خدا میمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس یک مداری وجود داره به اسم مدار لازمانی و لامکانی. الان خیلی از انسان‌هایی که الان توی این انسان‌ها شاید بعضی‌هاشون تو اون مدار باشن، تو اون جهان باشن، تو اون فرکانس باشن. خیلی از انسان‌های روی زمین الان در مدار لاهوتن. خیلی از انسان‌های روی زمین الان در مدار کن فیکونن. خیلی از انسان‌های روی زمین الان در مدار تیل ارزن. خیلی از انسان‌های روی زمین همین الان که دارم این کلیپ رو درست می‌کنم، خیلی هاشون تو مدار لامکانی و لازمانی هستن. خیلی از انسان‌هایی که همین الان که دارم حرف می‌زنم در مدار ثبات هستن. هیچ حرکتی را حرکت براشون بی‌معنا شده، حالک شده. فقط ازتون میخوام تا دنیا هستین، تو بدنتون هستید، رو خودشناسی و خداشناسی کار کنید و دائم ارتقا پیدا کنید. شخصیتتون رو ارتقا بدید. هر چه شخصیت ارتقا یافته تر باشه، هر چه به منبع اصلی که خدای بزرگ است نزدیکتر باشید، مقام و مرتبه و ایناتون در عالم‌های بعدی بهتر و بیشتر خواهد بود. مدارهای بی‌نهایتی وجود داره. مدار زنده کردن مردگان. الان خیلی از انسان‌ها در مدار حضرت عیسی و روح القدس به آنها نزول کرده و مرده‌ها رو زنده می‌کنند، از گل موجوداتی رو خلق می‌کنند. بیاین بالا آقا، بیاین بالا. اصلا ظهورم یعنی این که آقا امام زمان در قله هست، او منتظر شماست که شما برید بالا و او را ببینید، ملاقات کنید. ملاقات امام زمان یعنی این که شما برید در مدار امام زمان. او در مدار لاهوتی خودش منتظر شماست که شما از مدار حیوانیت و بشریت خودتون بلند بشید و سیر و سلوک کنید و به سمت مدار ظهور برید. ظاهر شود براتون، امام زمان براتون ظاهر شد. یه نماز هست، نماز حاجته، ظاهرا از امام هادی نقل شده به این شکل که آقا شما تو خونتون نیت میکنید، مثلا حاجتی داری، میخوای یه خانم خوب برای ازدواج پیدا کنی یا یه شوهر خوب برای ازدواج پیدا کنی یا مثلا یه خونه خوب میخوای بخری یا هر حاجتی داری، پول میخوای، ثروت میخوای، معنویت میخوای، هر چی میخوای، بلند میشی نیت میکنی، میری به همون نیت، با همون نیتی که داری میری یه غسل میکنی به نیت اون حاجته. خب یه غسل میکنی
به نیت همون حاجتی که تو نیتته. غسل تو که کردی میای به طرف حرم امام رضا، هر کجا هستی، هر شهری که هستی، به نیت همون حاجتت میای به سمت امام رضا. حالا شفای مریض یا هر چیزی هست، شما نیت میکنید اللهم صل علی مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا. خدا را شکر که در پناه علی ابن موسی رضاییم. غسل همون حاجتتون رو انجام میدید، میایید به سمت حرم امام رضا. در بین مسیر دائم توجه و نیتتون روی اون حاجتتون باشه و وقتی رسیدید بالا سر حضرت رضا، زیارت که کردید، میرید بالا سر یه 2 رکعت نماز میخونید و در قنوت نمازتون با زبان مادری خودتون حاجتتون رو از امام رضا چیه؟ میخواین و ردخور نداره این نماز حاجت بالا سر امام رضا علیه السلام. این رو انجام بدید. این کار باعث میشه توجه شما روی اون حاجتتون باشه و قدرت زیارت هم میاد به اون توجه شما کمک میکنه، قدرت نماز هم میاد به اون توجه شما کمک میکنه. اون مسیری که میایید یعنی کاملا شرایط مهیا میشه برای حاجت گرفتن. حاجت بگیرید انشالله. گفتم اینم نماز حاجت بالا سر امام رضا. اگر قرار است که 2 نفر به هم برسند یا یک کاری صورت بگیره، این حتما صورت میگیره. اگر در علم ازلی خدا این باشه که 2 نفر به هم برسند یا یک کاری انجام بشه، حتما اون کار انجام میشه. حالا افراد، حالا انسان ها میتونن اینجا پیش قدم شن و اون کار رو سبب شن اون ازدواج یا اون کار صورت بگیره، پیش قدم شن و در ثوابش چیه؟ شریک بشن. این تو جنبه مثبتش بود که آقا 2 نفر میخوان به هم برسن، حتما در علم ازلی خدا هست که آقا یک زن و مردی، یک پسری، یک دختری به ازدواج هم در بیان. در علم ازلی خدا هست که 2 نفر قرار به هم برسن یا یک کاری قرار صورت بگیره. این حتمیه، این صورت گرفتن این کار، این ازدواج این 2 نفر حتمیه. حالا بعضی از انسان ها از این خبر ندارن که این ازدواج حتمیه، خودشون پیش قدم میشن، میرن کمک میکنن این ازدواج صورت بگیره و اون ازدواج صورت میگیره یا اون کار خیر صورت میگیره و اینا به ثواب میرسن. این جنبه مثبت بود. حالا جنبه منفی یه وقت است در علم ازلی خدا اینه که آقا 2 نفر به هم نرسن یا یه رابطه‌ای به هم بخوره یا یه کاری صورت نگیره، اون کار، اون رابطه حتما به هم میخوره. خب حالا بعضیا خبر ندارن که آقا این تو علم الهی هست که این آقا به این خانم نمیرسه، خبر ندارن، پیش قدم میشن که اون رابطه رو به هم بزنن. یعنی اگه این آقا، این خانم پیش قدم نمیشد، اون رابطه رو به هم نمیزد، باز هم اون رابطه به هم میپاشید، از هم میپاشید. انسان ها چون به علم ازلی خدا علم ندارن، پیش قدم میشن یا برای خیرات یا برای حالا شرات بهش بگیم، شرها، یا برای 2 به هم زنی. اگر شما نگاه کنید یک زوجی، زن و شوهری میخوان از هم جدا شن، خب در علم ازلی خدا هست که اینها از هم جدا میشن. حالا یه نفری پیش قدم میشه که اینها اصلا خبر نداره که تو علم خدا این هست و اینا حتما قرار از هم جدا بشن، اینا اصلا خبر نداره، میاد میره هزینه میکنه، انرژی میکنه که اینها رو به هم بزنه، مثلا یه سری کارا رو انجام میده این زن و مرده رو باعث بشه اینا به طلاق بکشن، خبر نداره. بنده خدا تو اگه پیش قدم هم نمیشدی، اونا از به طلاق کشیده میشدن، یه شخص دیگه خدا میفرستاد و اونها از هم جدا میشدن، یا یک حادثه پیش میومد اینها از هم جدا میشدن. یه سری چیزها حتما از هم جدا میشن. خب یه سری چیزها حتما اتفاق میفتن. حالا در جنبه منفی شما پیش قدم نشید، شما خودتون رو جلو نندازید. اگر قرار است چیزی از هم جدا بشه، کاری صورت نگیره، بذارید به وسیله دیگران به هم بخوره، بذارید به وسیله چیز دیگری رابطه ای از هم بپاشه. خودتون پیش قدم نشید به خاطر اینکه یه کاری رو به هم بزنید.
اگر قرار است اون کار به هم بخوره بذارید به وسیله یکی دیگه، بذارید شر اون کار شما رو نگیره، اون ناراحتی، اون پکری. پیش قدم بشید برای کارهای خوب، پیش قدم بشید که دو نفر رو به هم برسونید، پیش قدم بشید برای کارهای خوب. اون کارهای خوب حتما صورت میگیره، اگه تو نری یکی دیگه میره. اگه تو اون کار رو انجام ندی، پیش قدم نشی تو خیرات، چون در علم خدا حتما اون اتفاق میفته، چی میشه؟ به وسیله اگه تو نری پیش قدم بشی برای خیرات، یکی دیگه میره و از دستت میره. فلذا در روایت هست که بابا این نیازهای مردم، این حوائج مردم که به سمت شما میاد، اینا نعمت خداست. خدا حتما اگر قرار است یه فقیری را ثروتمند کند، حتما ثروتمندش میکنه. حالا اگه تو پیش قدم بشی اون رو ثروتمند کنی، خب ثوابش برای توئه. اگه تو پیش قدم نشی ثروتمندش نکنی، خدا به وسیله یکی دیگه میکنه. خب حالا خدا تو علم ازلی خدا هست که مثلا آقا پیمان مثلا به حاج خانوم برسه، خب هیچ کی هم خبر نداره. بعضیا میان پیش قدم میشن که ما رو به هم برسونن، کمک کنن، کمک میکنن که اینا به هم برسن و ثوابش رو شریک میشن. اگه اونم نیاد یکی دیگه میاد، چون در علم حتمی خدا هست که آقا اینا به هم برسن. اگه تو پیش قدم بشی به نفعته. یه مشکلی پیش اومده برای همسایه، یه مشکلی پیش اومده برای مثلا انسانی یا هر کسی، خب حالا اون مشکل در علم الهی هست که آقا اون مشکل با حتما حل میشه. حالا شما اگه پیش قدم شدید مشکل رو حل کردید، خب ثوابش برای شماست، پاداش دارید. اگر پیش قدم نشید در خیرات، یکی دیگه خدا میفرسته اون مشکل رو حل کنه و پاداشش رو اون میبره. حالا تو شرها هم همین است. آقا دو نفر قراره از هم زندگیشون بپاشه، تو پیش قدم نشو که اینا زندگیشون بپاشه. یک قطع رحمی قرار است اتفاق بیفته، تو چه پیش قدم بشی چه نشی، اون قطع رحم یا اون طلاق صورت میگیره. تو توی اون کارها، توی اون شرها پیش قدم نشو. اگر در علم خدا هست که اینها از هم جدا بشن، حتما جدا میشن. تو توی شرها پیش قدم نشو، بذار به وسیله چیزای دیگه به اینا از هم جداشن یا مشکلاتشون پیش میاد براشون، بذار از جاهای دیگه بره، تو پیش قدم نشو برای اون. مثلا دو نفر قراره مثلا نامزدن، اینا قراره زندگیشون از هم جداشن، فاصله میگیرن از هم دیگه. خب این در علم خدا هست اینا حتما این نامزدی به ازدواج نکشه. تو خودت رو وسط ننداز که اینها تو خودت رو پیش قدم نکن که این نامزدیشون به هم بریزه. اگر قرار باشه نامزدی اینا از هم بپاشه، حتما پاشیده میشه. بذار به وسیله یکی دیگه پاشیده بشه، تو پیش قدم نشو. برای شرها، برای مشکلات پیش قدم نشید، برای خیرات و حسنات پیش قدم بشید. کلاه آقا محمد از ماشین سرشو برد بیرون، باد برد. آقا یه موتوری به ما رسید، تو اتوبانم بودیم نمیتونستیم ماشین رو دور بزنیم و فلان. موتوریه اومد گفتش که شما برید جلو وایسید، من میرم میارم بهتون میدم. الان آقا محمد میخواد بره برامون کادو بخره، هدیه بخره. برو آقا محمد. آره بعد اون آقا رفت اون کلاه رو آورد و آقا محمد خوشحال شد. میخوام بگم هیچ کاری یه نوشیدنی خنک بخرید هرچی هست، هیچ کاری کوچیک نیست، هیچ کاری رو بی ارزش ندونید، هیچ کاری. این انسان ها که به کارها ارزش میدن، ارزش گذاری میکنن، ولی خداوند بی قید و بی شرط همه کارها را بزرگ میداند. خدا چون خودش بزرگ است، همه کارهای خیر عبادش را بزرگ می شمارد، مقدس می شمارد، با ارزش می شمارد. اگر یک کاری کردین که ظاهرش کوچیکه، شما کوچیک نبینید. این که آقا یه موتوری برمیگرده عمرشو وقتشو میذاره که کلاه آقا محمد ما رو برگردونه بهش، این رو خوشحال کنه، نگید این چیزی نیست. یا مثلا آقا یک شخصی از کشور فلان اروپایی برای آقای آینی پول فرستاده، مثلا میگه کاش داشتم بیشتر میفرستادم، یا مثلا فلان کار انجام شده. میخوام بگم حتی سلام کردن ما، همین که میگیم آقا سلام علیکم،
حتی لبخند ما، همین که لبخند میزنیم تو روی بچه هامون، تو روی خانوممون، تو روی انسانهای دیگه، همین که ما لبخند میزنیم نزد خدا به اندازه بزرگترین کار ارزش داره. یعنی برای خدا کار کوچیک و بزرگ معنا نداره. برای خدا همه کارها مافوق اون چیزیست که انسان ها فکر میکنن. الان نگاه کنید، کار یه رفتگر به اندازه کار یک رهبر اجتماعی با ارزش است. کار یک مدیر یک مجموعه به اندازه بازیافت زباله ها ارزش، همه کارها با یک ارزش داره در نزد خدا. اما بعضی از انسان ها خودشون میان ارزش کارشونو میارن پایین. این که یک شخصی برمیگرده با موتورش میره کلاه آقا محمد ما رو بر میداره بهش میده، این خیلی بزرگه. این کار من خودم مشاهده کردم. تمام ارواح این اجدادش، امهاتش، اون پدر مادرش، 70 نسل قبلش بهره بردن از این کار این آقا، خوشحال شدن. من سرور ارواح رو دیدم، ارواح اون شخص رو که اینها شاد شدن از این که این شخص برگشت و این بچه رو خوشحال کرد. اگر شما راهی رو باز کنید، اگر شما سنگی رو از راه ملت باز کنید، اگر شکلاتی به یک بچه‌ای بدهید خوشحال شود، اگر گره‌ای از یک غمدیده‌ای باز کنید، تمام آبا و اجداد شما از آن کار شما بهره خواهند برد، خوشحال خواهند شد و در نسل شما هم کن فیکون خواهد شد. نسل شما بلاها ازشون دور میشه، مشکلات ازشون دور میشه، باعث وسعت رزق و خوشحالی نسلتون در آینده خواهد شد. تاثیرگذاره. خواهش میکنم کارهاتون رو نگید این کوچیکه، کارهای کوچیکش نکنید. همین که یک سنگی رو از راه انسان ها برمیدارید، نگید این یه چیزی نیست که یه سنگ برداشتن. مثلا گره از کاری انسان باز کردید، یه انسان رو خوشحال کردید، یک بادکنک به یک انسان دادید، نگید این کوچیکه، این چیه دیگه بابا، یک 2-3 هزار دادم یه بادکنک خریدم این بچه رو خوشحال کردم. خب ارزش کاره رو نیارین پایین. خدا میداند که کارهای ما، نیات ما، رفتار ما نزد خدا چقدر ارزش دارد. هرچه شما ارزش روی کارهای خوب بذارید، باز نزد خدا کارهای خیر شما از همه اونا، با همه اون ارزش گذاریایی که انسان ها هر ارزش گذاری در هر سطحی انسان ها روی کاراشون گذاشتن، نزد خدا ارزش و قداست و قیمت اون کارهای خیر شما بالاتر از اون ارزش گذاری انسان ها. لذت انفاق کردن، این رو میخواستم یکم راجعش صحبت کنم. خداوند در قرآن میفرماید الذین ینفقون اموالهم، کسانی که اموالشون رو انفاق میکنند. حالا اینجا اموال فقط ثروت نیست، ثروت مادی، پول نیست. یکی مالش علمشه، علمش رو انفاق میکنه. یکی مالش توانایی بدنشه، اون رو انفاق میکنه. یکی مالش لبخندشه، اون بشاشت روحشه، اون رو انفاق کنه. یکی مالش هوششه، ذکاوتشه، داناییشه، اون رو انفاق میکنه. یکی مالش کلامشه، کلام نافذی داره، اون رو انفاق میکنه. یکی مالش مثلا رفتار خوبشه، اون رو انفاق میکنه. یکی داراییش عمرشه، عمرش رو انفاق کنه. الذین ینفقون اموالهم، این اموال دیگه به همه چی میخوره، باللیل و نهار، شب و روز این مالشون رو انفاق میکنن، سرا و علانیه، چه در پنهان چه در علن این مالشون رو انفاق میکنن. حالا این مال میتونه علمشون باشه، هوششون باشه، پولشون باشه، آبروشون باشه، کلامشون باشه، جانشون باشه، یا هر چیز دیگه ای، این رو انفاق میکنن. فلهم، برای اینان است، اینایی که انفاق میکنن، انفاقشون هم دائمیه، یه بار نمیاد پول بده، یه بار میده، دوباره پول جمع میکنه، دوباره میاد میده، دوباره میره پول جمع میکنه، دوباره میاد انفاق میکنه. علم کسب میکنه، میاد نشرش میده، انفاقش میکنه، دوباره میره علم جمع میکنه، میاره انفاق میکنه و هی این کارش انفاق دائمیه.
برای اینا فلهم اجرهم عند ربهم، برای ایناست که اجرشون نزد خدای بزرگ، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این کسایی که دائما در حال انفاق دارایی هاشون هستن، اینها نه غم دارن، نه غصه، نه حزن دارن، نه میترسند از چیزی، نه ترس از آینده دارن که چه بلاهایی میاد، چی میشه، کی میمیره، کی زنده است. ترس از آینده رو ندارن کسایی که اهل انفاقن، و غصه و حزن گذشته هم ندارن. یعنی انفاق انسان رو به لحظه حال می آورد. انفاق به انسان لذت میدهد. شما پول به یک شخصی میدهید، همین دادن پول شما رو به لحظه حال می آورد، شما رو چطوری کنم خوشحال می کند، شما رو از گذشته بیرون می آورد، شما رو از آینده. به هر مقدار انفاق کنید به همون مقدار شما از گذشته و آینده بیرون میایید و میایید تو لحظه حال، و تمام خوشی ها و بهشت برین در لحظه حال حضور داره و دیگه از غصه و غم ها. اصلا خود انفاق لذت بخشه، باور کنید خیلی لذت بخشه. انسان به یک شخصی کمک کنه، حالا چه مالی، چه علمی، چه آبرویی، چه عمری، چه هوشی، چه به یک کسی اصلا لبخند بزنه. آقا تو هیچی نداری، خب لبخند که میتونی بزنی، لبخند بزن به دیگران، شاد باش، شادیت رو انفاق کن، بشاشت روحت رو انفاق کن به دیگران، خوش اخلاقیت رو به دیگران انتقال بده. انفاق لذت بخش است. انفاق، پول دادن، دستگیری کردن، علم دادن به دیگران. من خودم به شخص خیلی لذت میبرم از انتشار دارایی ما، علم و اینایی که خدا به ما داده نشرش میدیم، خیلی لذت بخشه و لذت میبرم، خدا میدونه. و هرچی هم نشر میدیم برای دل خودمونه، چون خیلی لذت بخشه، خدا میدونه. خودم خیلی کیف میکنم، خیلی ازش لذت میبرم و دائم میخوام ساده تر باشه این نشر علمه که اذیت نشم و لذتم بیشتر بشه از این نشر علم، از این انفاق علم، از این انفاق کنید تا میتوانید انفاق کنید. کلید وارد شدن به لحظه حال انفاق اموال است. اموال میتونه پول باشه، میتونه لبخند شما باشه، میتونه علم شما باشه، میتونه هوش شما باشه، میتونه کلام شما باشه، میتونه رفتار شما باشه، میتونه صفات شما باشه، هر چه که دارن دیگه. خدایا شکرت که به ما توفیق میدهی که انفاق کنیم و یادت کنیم و ذکر رو کردن. دقت کن، این رو یکم راجعش صحبت کنم. شما اینجوری نگیم، همه انسان ها همه اتفاقات زندگیشون رو خودشون فالو میکنند. من پیمان آینی همه اتفاقات دور و بر خودم رو قبلا فالوش کردم، الان دارم این پیجا رو دارم مشاهده میکنم. الان شهر مشهدم، قبلا مشهد رو فالو کردم، الان دارم میبینمش. الان شرایطم رو، خانواده‌ای که توش هستم، همسایه هایی که توشیم، کوچه‌ای که اینجاییم، اینا همه قبلا اینا رو فالو کردیم. شرایط و اتفاقات زندگی رو قبلا خودمون فالوش میکنیم، بهشون توجه میکنیم، تو ذهنمون میسازیمشون و بعد اونا رو میبینیم. شما از بی نهایت پیج در کائنات، در عالم هستی، از این بی نهایت صفحه مجازی، حالا بگیم به اعتباری خودتون با اختیار خودتون میرید از این بی نهایت پیج و صفحه، حالا بگیم یه سریا رو فالو میکنن انسان ها، یه سریا از این پیجا رو برای خودشون فالو میکنن. حتی این فالو کردن هم به عالم قبل از دنیا هم برمیگرده. قبل دنیا ما یه سری پدر مادرها رو فالو کردیم و از اون طریق خودمون رو به دنیا وارد کردیم. یه سری برادر خواهرها رو، یه سری اقوام خیشان رو، یه سری وطن رو فالو کردیم. هر کسی برای خودش فالو کرد، بعد اومد توی اون پیجا سیر و سفر کرد، عکس ها رو دید، حرف ها رو شنید، انسان ها رو دید و فیلم هاشون رو دید، خاطرات تبدیل شد به خاطره و میگه آقا من اون پیج رو فالو کردم، عکساشو دیدم، تجربه هاشو برداشتم و فلان و بیسار از اینا. هر کسی هر پیجی رو فالو کنه، خب
عکس و فیلم و اون چیزایی که اونجا گفته میشه و نوشته میشه و لایک و کامنت میشه اونا رو میبینه، بیشتر از اونا میبینه، بیشتر راجع اوناش میشنوه، غیر اونا کمتر به گوشش میخوره. حالا اینجوری هم بگیم در هر مدار و فرکانسی باشید، حرف و گفتار و رفتار و عکس و فیلم و کامنت و لایک اون مدار و فرکانس رو میشنوید. اینجوری هم میشه بگیم. مثلا حالا تو ورزش بگم واضح‌تر قابل لمس باشه، نگاه کنید بی نهایت پیج ورزشی داریم، پیج واقعی ها، یه پیج مجازی تو گوشی داریم اون جای خود. این ورزش ها مثلا کشتی یک پیج است، خیلی ها میرن فالوش میکنن. فوتبال یک پیج است، مثلا حالا بگیم یک فوتبال خودش پیج، دوباره تو این پیج دوباره پیجای مختلفی است، مثلا چلسی، بارسا، مثلا حالا اسمش رو یادم نمیاد، پرسپولیس، استقلال، الهلال، از اینا فرض کنید هر کدوم از اینا چی هن؟ یک پیجن از این ورزش ها، تیراندازی، شنا، دو میدانی، سوارکاری، نمیدونم از این ورزش ها، اینا چی هن؟ هر ورزشی یه پیجه، انسان های مختلفی میان این پیج های ورزشی رو فالو میکنه. یکی مثلا پیروزی رو، پرسپولیس رو یا استقلال رو فالو کرده و این بیشتر راجع موفقیت ها، شکست ها، حرف و شادی ها، خم های اون تیمی رو که فالو کرده میبینه، میشنوه. کسی که تیم مثلا استقلال رو فالو کرده بیشتر چیزهای راجع استقلال رو میشنوه تا الهلال رو. اینجوریه. در این مثلا در ورزش بود که قابل لمسه. تو فرهنگ هم اینجوریه، یکی مثلا پیج حضرت مسیح رو فالو کرده، یکی پیج پیامبر رو فالو کرده، یکی پیج مثلا حضرت موسی رو فالو کرده، ابراهیم رو فالو کرده و ائمه اطهار، یکی پیج امام حسین رو فالو کرده مثلا. و اشخاص، رجال، حالا تو فرهنگ هر کسی هستن، اینها هم پیج های گوناگون و مختلفی هستن و هر کسی مثلا زرتشت، خیلی ها زرتشت رو مثلا یه سری ها هستن زرتشت رو فالو کردن. تو هند چقدر پیجای فرهنگی متعدد و گوناگونی اونجا وجود داره، هر کسی اومده برای خودش گروه شدند و هر پیجی هم فالوورهای خاص خودش رو داره. مثلا یه پیج فالوورش کمتره، یه پیج فالوورش زیادتره. الان پیج مثلا کریستیانو رونالدو خیلی فالوورش زیاده، ماشاءالله. میخوام بگم تو واقعیت هم همچنینه، پیج های فوتبالی فالووراشون خیلی زیاده، پیج های کشتی فالووراش یکم کمتره نسبت به فوتبال، یا مثلا کمتر ورزش های مثلا اسکی روی یخ مثلا فالوورش کمتره نسبت به کشتی. اینجوریه، فالووراشون هم کم و زیاد دارن، لایک و کامنت هاشون هم مختلفه. لایک و کامنت های فوتبال خیلی بالاست، یعنی شور و نشاطی که توی فوتبال هست وقتی اینا میبازن خیلی ناراحت میشن، وقتی برنده میشن خیلی خوشحال میشن، لایک و کامنت دارن. تو پیج‌های ورزشی، تو پیج‌های فرهنگی زیادی وجود داره، شما هر کسی میتواند هر فرهنگی رو فالو کنه، میتونه یه مدتی فالو کنه بعد دوباره آن فالو کنه، بیاد یک پیج دیگری فرهنگی رو فالو کنه، یعنی اختیار دارن تو فالو کردن و آن فالو کردن. توی سیاست هم همچنینه، هر جناح سیاسی یک پیج است، هر فکر سیاسی، هر منش سیاسی، هر رفتار سیاسی یک پیج است و انسان‌های مختلف این پیج‌ها رو فالو میکنن. این کلی بود، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ورزش، اینا. تو مثلا حوادث خودش یه پیجه، خیلی با توجه کردن به حوادث اون حوادث ها رو فالو میکنن. فقر یک پیج است، اینا فالوش میکنن. مشکلات یک پیج است، اینا فالوش میکنن خیلی ها. فساد پیج، اینا فالوش میکنن، بی اخلاقی و همچنین. حالا تو این ورم بگیم یه چند تا، مثلا شادی یک پیج است، خیلی ها فالوش کردن. ثروت یک پیج است، خیلی ها فالوش کردن. موفقیت یک پیج، خیلی ها فالوش کردن. ایمان یک پیج فالوش کردن خیلی. تقوا، خدا، اخلاق، اینا همشون چی هن؟
یه سری پیج هایی در عالم واقع، در عالم زندگی، شما به هر کدوم از این پیج ها رو فالو کنید، بیشتر از اونا تو زندگیتون مشاهده میکنید. عکساشون و فیلماشون و کامنتاشون و شاخشون کشیدناشون و حالا تو فوتبال و حالا شما با فالو کردن هر پیجی عکس و فیلم ها و کامنت ها و لایک های اون رو بیشتر میبینید، اون پیجی رو که این رو میبینید. انسان در ابتدای کار بخواد یک پیجی رو فالو کنه، اول باید با اون پیج به اتحاد برسه، با اون افرادی که تو اون پیج هستن باید به اتحاد برسه. اول چند تا عکس میبینه، چند تا فیلم میبینه، ذره ذره خوشش میاد، قدم قدم کشیده میشه به اون پیج. یعنی زمان بره فالو کردن پیج ها، زمان میبره تا آشنا بشه، اعتماد کسب کنه، خوش بهش بگذره، لذت ببره. اینا یه زمان میبره فالو کنه. بعد جالبه زمانم میبره آن فالو کنه، یعنی تمام توجهش رو از اون ور داره. زمان میبره فالو کنه، زمانم میبره که آن فالو کنه. چطوری شما فالو میکنید یک ورزش را، یک فرهنگ را، یک سیاست را، یک حادثه را، یک فقر، شادی، ثروت، اینا رو چطوری فالوش میکنید؟ شما با توجه و تفکر زیاد به یک چیز آن را فالو میکنید و قدم قدم به آن نزدیک میشوید و آن را لمس میکنید و آن را حس خواهید کرد. شما با توجه و تفکر و تجسم و خیال پردازی زیاد به یک چیز به آن لینک میشوید، به آن وصل میشوید، به ملاقاتش میروید. هر کس خدا رو فالو کنه فملاقیه، به ملاقات خدا میرسد. هر کس مشکلات رو فالو کنه، زیاد توجه کنه، تفکر کنه، حوادث رو ملاقات خواهد کرد. کسی که ثروت رو فالو کنه، زیاد بهش فکر کنه، توجه کنه، تمرکز کنه، تجسم کنه، ثروت رو ملاقات میکنه، سلامتی و هر چیز دیگری. بعد از اینکه فالو کردین یا به عبارت اینترنتی لینک شدین با اون پیج در عالم واقع یا وصل شدین بهش، غم اون پیج غم شما میشه، شادی اون پیج شادی شما میشه. یعنی با اون پیج به اتحاد میرسید. شما هر پیجی رو باش فالو کنید جزوی از اونا میشید، یه گروه میشید، یه تنه میشید، یه بدن میشید. شادی اونا شادی شما، غم اونا غم شما. چطوری بدانیم که چه چیزی را فالو کردیم؟ از همین شادی و غمه. اگر شما شاد میشید با یه چیزی، اگر اون چیز شاد شما هم شاد میشید، اگر اون چیز غمگین شما هم غمگین میشید، نشون میده شما فالوش کردید. شما فرض کنید یه دختری یه پسری رو فالو میکنه، حالا اون پسر خوشحاله اینم خوشحاله، اون پسر غمگینه اینم غمگینه، مشخص همدیگه رو فالو کردن. انسان به هر چیزی زیاد فکر کنه اون رو فالو میکنه، جزوش میشه، یکی میشه با اون چیزه. حالا آدم باشه، حادثه باشه، صفت باشه، فعل باشه، گروه خاصی باشه، فوتبال باشه، ورزش باشه، هر چی باشه، زیاد بهش فکر کنید، زیاد بهش توجه کنید، چی میشید؟ اون رو فالو خواهید کرد. زیاد به یه چیزی فکر کنید فالوش میکنید، آن فکر شما رو با اون پیج یکی میکنه، یکی میشید، به اتحاد میرسید و به زندگی شما به سمت اون میرید، اونم به سمت شما. قانون جاذبه بهش میگن. زیاد به چیزی فکر کنید شما به اون نزدیک میشید، اونم به شما نزدیک میشه. در روایت است من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. هر کس زیاد فکر کند در معاصی، اینا یه جورایی کشیده میشن به هم دیگه. این به معصیت کشیده میشه، اینا به هم نزدیک میشن. به هر چیز زیاد فکر کنید اون رو فالو کردید، به هر چیز زیاد توجه کنید فالوش کردید، به سمتش کشیده میشید و جزوی از اون میشید، غم و شادیتون یکی میشه. خداوند فکر زیاد شما به یک چیز را به منزله درخواست شما میدونه و اون رو جواب میده. به هر چیزی زیاد توجه کنید، فکر کنید، خدا میگه این از اون جنس چیزا میخواد دیگه، زیاد بهش توجه میکنه، خب اون رو به زندگیتون میاره.
اگر زندگی شما باب میل شما نیست، باید افکار را شخم بزنید، توجهتان را عوض کنید، تمرکزتون رو جابجا کنید، کانون توجهتون رو جابجا کنید، افکار قشنگ رو جایگزینش کنید، توجهاتتون رو به جای دیگری باید ببرید. اون چیزی که شما رو اذیت میکنه باید بلاکش کنید، باید آنفالوش کنید و بهش فکر نکنید، توجه نکنید، تمرکز نکنید، تجسم نکنید، لینک نشید به اون چیزایی که شما رو اذیت میکنه. شما لینک شید به آنچه که شما رو خوشحال میکنه، وصل شید به اون چیزایی که شما رو شاد میکنه. خدا رو فالو کنید، اگه میتوانید خدا رو فالو کنید، تمام انبیا اولیا را فالو کنید، یعنی به خدا توجه کنید، به انبیا توجه کنید، به رفتار و صفات اولیاء خدا توجه کنید، لینک شید به خدا و خدا رو فالو کنید تا خدا رو ملاقات کنید و تمام غیر خدا را بلاک کنید، آن فالو کنید، بی رحمانه غیر خدا رو کنار بزنید، پیجاشون رو حذف کنید، فالوینگا رو آن بلاک کنید، اگه اشتباه نکنم آن فالو کنید. انسان باید با صفت ظلومیت یعنی از همه غیر خدا عبور کردن، تجاوز کردن از همه تعینات، و با صفت جهولیت یعنی عبور کردن از غیر خدا و همه آنها رو فراموش کردن. همه غیر خدا رو شما آن بلاک کنید یا آن فالو کنید یا بلاک کنید و فقط خدا رو فالو کنید و به خدا توجه کنید، به خدا تمرکز کنید، به خدا نظر کنید. تا زمانی که به غیر خدا وصلید، تا زمانی که به غیر خدا لینک شدید، تا زمانی که غیر خدا رو فالو کردین اذیت میشید. شرک هم بخشیده نمیشه دیگه. ابراهیم فقط خدا رو فالو کرده بود. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. من ابراهیم کاری به غیر خدا مدا ندارم، من فقط خدا رو فالو کردم. اونجا هم در آیه هست که با صفت ظلومیت انه کان ظلوما جهولا، با صفت ظلومیت و جهولیت تمام غیر خدا رو ازش عبور کرده بود، ظلم کرده بود، غیر خدا همه رو فراموش کرده بود، آن بلاکش کرده بود، آن فالوش کرده بود و فقط خدا رو فالو کرده بود. ابراهیم هم اینجا فقط خدا رو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، من ابراهیم تمام توجه و فکر و ذکرم فالو خداست. تنها راه اصلاح زندگی و شرایط زندگی ما اصلاح توجه ماست، اصلاح افکار ماست، اصلاح تجسم ماست. لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا این نفس شما که تشکیل شده از توجه و تمرکز و تفکر و تجسم و اوصاف شماست، تا این تغییر نکنه جهان بیرون شما تغییر نمیکنه، زندگی شما اصلاح نمیشه. اینا باید اصلاح بشه. جهان به شدت منظم و هماهنگه و دارای عکس العمله. اگر جهان درون تغییر کنه، نظم شدیدی بین بیرون و درون است. به شدت به سریع کن فیکونی، درون تغییر کنه بیرون تغییر میکنه. خدایا به ما قدرت بده، خدایا ممنونتیم، سپاسگزارتیم که به ما قدرت دادی و میدهی که فقط خودت رو فالو کنیم و از غیر خدا رو فراموش کنیم، با صفت ظلومیت و جهولیت از غیر خدا از همه تعینات عبور کنیم و همه اونها رو فراموش کنیم و تمام توجه و تمرکزمون خودت باشد. خدایا سپاسگزارتیم که به ما توفیق دادی فقط خودت رو فالو کنیم و غیر خودت را به فراموشی بسپاریم. انسان بین دو تا علم خلق شده، یا اینجوری بگیم بهتره، انسان دو علم است. انسان خودش علم قبل از دنیا بوده، علم بعد از دنیا. دو تا علم هست. حقیقت انسان علم الهی است. اصل انسان ها شعور الهی است، آگاهی الهی است. در قرآن داریم میفرماید هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه زمانی بوده انسان ها شیء مذکوری نبودند، انسان ها بودند اما قابل ذکر نبودند. قبل این عالم، قبل از این دنیا بودیم اما مذکور نبودیم، قابل ذکر نبودیم. این
از این آیه امام باقر علیه السلام میفرماید کان مذکورا فی العلم، این حقیقت پیمان آیینی قبل از اینکه خلق بشه مذکور بوده در علم الهی، ولم یکن مذکورا فی الخلق، در خلق مذکور نبوده. ما قبل از اینکه به دنیا بیایم در علم الهی بودیم، یعنی موجودیت علمی داشتیم، وجود علمی داشتیم، اما وجود خلقی نداشتیم. این از امام باقر علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماید قال کان شیئا مقدرا، این انسان ها قبل از خلقت یک شیء مقدری بودند، ولم یکن مکونا، مکون نبوده، حالا مخلوق نه، خلق نشده بوده. پس انسان ها قبل از اینکه به دنیا بیان یک شیء مقدری بودند، حالا به زبان امروزی یک علم الهی بودند. حقیقت ما چیه؟ حقیقت ما نه بدن ما است، نه روح ما است، نه افعال ما است، نه صفات ما است، نه منیت ما است، نه شغل مانیم، نه اقوام خیشان، هیچ اینا حقیقت ما اینا نیست. درست انسان خیلی میاد پایین، با بدن خودش یکی میشه، هم هویت میشه، فکر میکنه بدنشه. یه وقت هست با روحش هم هویت میشه، میگه من روحمم، یا با شغلش هم هویت میشه، ولی حقیقتش اینا نیست که با مالش، با ماشینش، با فرزندش، اینا گاهی اوقات چیه فکر میکنه ایناست، هم هویت میشه با اینا. اما کار نداریم، حقیقت انسان مافوق هرچی هست که هرچی داره هست. اون حقیقت انسان علم الهیه، شعور، آگاهی الهی است. این از حقیقت انسان، این علم اولیه. خب گفتیم که انسان قبل از دنیا علم بوده، بعد از دنیا هم علمه، اما یه علم که فرق داره با اون علم اولیه، یعنی بین دوتا علمن انسان ها. انسان ها اینجوری بگیم علم هستند، یه علم قبل دنیا، یه علم بعد دنیا. در قرآن هم داریم، میفرماید علم القرآن، این یه علم اولی، قرآن را تعلیم داد قبل از اینکه خلق کنه انسان رو. نگاه کنید، علم القرآن اول آیه، اول وسط میگه خلق الانسان، بعد این میگه علمه البیان، یعنی خلقت انسان رو بین دوتا علم قرار داده. علم القرآن، علمه البیان، وسط این دوتا چیه؟ خلق الانسان. انسان بین دوتا علم مخلوق میشه، خلق میشه. دوتا علمه، یه علم قبل دنیا، یه علم بعد. علم القرآن، قبل خلقت قرآن رو یاد داد. به کیا یاد داد؟ به آن وجود علمی ها، به آن وجود مقدرها قرآن رو تعلیم داد. بعد اومد اون وجود علمی ها رو، حالا بعضی از عرفا بهشون میگن اعیان ثابتن بهشون میگن، حالا اگه دوست داشتین سرچ کنید خودتون، حالا نمیخوام بریم اونجا. بعد از اینکه قرآن رو به اون وجودهای علمی، به آن شیء مقدور قرآن رو تعلیم میده، بعدش خلق الانسان، انسان رو خلق میکنه، میآورد در عالم دنیا. و کان مذکورا، اینجا دیگه مذکور میشه، قابل ذکر میشه. بعد از اینکه خلق شد و از دنیا رفت، دوباره به اون عالم علمیت خودش باز میگرده، برمیگرده به اون لاهوتیت خودش. علمه البیان، اولش علم القرآن، قرآن رو یادش داده، بعد از خلقت و برگشتش علمه البیان. نگاه کنید، قرآن و بیان. آقا جان، هیچ چیزی شما نمیتوانید از مادیات با خودتون ببرید عالم بعدی. چون شما حقیقتتان، چون انسان ها حقیقتشان علم است، شعور است، آگاهی است، علم الهی است، فقط اون چیزایی که هم سنخ انسان، اون حقیقت انسان که علم است میتواند ببرد. فلذا شما علم، هر نوع علمی رو در این مسیر خلقتتون کسب کرده باشید، اون علم ها با شما منتقل می شود به عالم بعدی. بیان است برای شما، بیان کننده است. قرآن قبلش قرآن بود، بعد خلقت علمه البیان، بیان رو براش داریم. شما تو دنیا نمیتونی ماشین تو ببری، نمیتونی خونه تو ببری، نمیتونی بدن تو ببری، یه اتم آب نمیتونی ببری، یه اتم غذا نمیتونی ببری. حالا قدیمی‌ها انگشتر طلا و کوزه های طلا با مرده هاشون دفن میکردن، فکر میکردن اینو با خودش میبره و از این حرفا. ولی واقعیتش اینه که اون حتی بدن خودش هم نمیتونه ببرد به اون عالم علمیت، نمیتواند حتی بدن خودش رو ببرد به آن عالم مقدرها. خب حالا چطوری میخواد اون طلاها رو ببره؟ چطوری میخواد غذا ببره، آب ببره، آب
دنیایی، وگرنه آب، حقیقت آب که علمه اون رو میبره. پس چه کار کنیم تو این دنیا؟ تمام همت انسان این باشه که خداشناسی کند. خداشناسی علم ناب است، توحید را یاد بگیرد، خودشناسی یاد بگیرد. انسان دائم در حال کسب علم باشه. این علم ها رو کسب کنه، با خودش میتونه ببره عالم بعدی. شما هر چقدر علمتون بیشتر باشه، همه رو میتونی ببری، و هر چی هم بیشتر باشه علمت، درجه و مقام چیه بالاتره. پس انسان بین دوتا علم خلق میشه، بعد دوباره برمیگرده. اینا دوتا علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اونجا با طبق روایت امام باقر امام صادق میگه آقا این علم بودیم، حقیقت ما علم الهیه، بعد به اون علم الهی هم باید بازگردیم. اصلا میایم این دنیا که علم مادی هم به اون علم الهی چیه اضافه کنیم. میایم این دنیا محدودیت ها، علم محدودیت ها رو یه جورایی بچشیم، چون ماده پیچیده شده با محدودیت ها. آمدیم اینجا خودشناسی کنیم. اصلا کل دنیا به نظر من، کل دنیا یک کلاس خودشناسیه به نظر من. همه رفتارها حکایت از یه معنایی میکنند، همه صفات معنایی دارند، مفهومی دارند، همه حالات در دنیا، همه رفتارها. برای اونایی که تو مسیر خودشناسی هن، دنیا کلاس خودشناسیه، اینجوری بگیم دقیق تره. پس دو تا علمه. انسان قبل خلقت یک قرائتی از خودش داشت، یک شناخت جزئی، حالا جزئی نگیم بهتره، یک قرائت کلی از خودش داشت، اینجوری بگیم بهتره، چون عالم لاهوت عالم کلیات است. انسان قبل از خلقتش یک قرائت کلی از خودش داشت. بعد میآید تو عالم خلقت یک قرائت جزئی هم از خودش به دست می آورد. یه علم کلی داشت، حالا میاد تو دنیا یک علم جزئی هم به خودش پیدا میکنه و اون علم جزئیه رو میبره با اون علم کلیه تلفیقش میکنه و قشنگ خودش رو میشناسه، علمش رو ارتقا میده. هرچه علمش بیشتر باشه، مقامش، مرتبهش، فضیلتش بیشتره. نگاه کنید، فلذا انسان بین دو قرائت هم هست، بین قرائتین، دو تا علمه که این علم ها قرائت میشن، خوانده میشن، اون علم قبل خلقت، علم بعد خلقت. حالا دو تا قرائت داره دیگه، اونا اقرأ باسم ربک الذی خلق. این اقرای اول که همون علم اوله، علم القرآن، این قرائت اوله، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. دوباره اقرأ و ربک الاکرم. انسان هم بین، حالا اینجوری بگیم، بین دو علم خلق میشه، بین دو تا قرائت هم خلق میشه. نگاه کن اونجا میگه علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دو تا علم، وسط این دو تا علم خلق الانسان شده، خلقت انسان شده. حالا تو این آیه بعدی میگه دو تا قرائته، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. دو تا قرائت، وسط این دو تا قرائت خلقت انسانه. خب جمع این آیات چی میشه؟ جمع این آیات اینه که انسان قبل از خلقت علم الهی بود، یک قرائتی نسبت به آن علم اولی داشت، بعد خلق شد، یک علم جزئی به آن علم کلی اضافه شد، علم کامل شد. بعد اینجا قرائت دومی میاد که اقرأ و ربک الاکرم. دو تا قرائت، دو تا. انسان قبل از خلقتش یک قرائت کلی نسبت به خودش داره، بعد خلقتش یک قرائت کلی به اضافه یک قرائت جزئی از خودش پیدا میکنه و با جمع کلیات و جزئیات خودش رو میشناسه. ما انسان ها خلق شدیم تا عالم به خودمان بشیم، خودمون رو بشناسیم. انسان موجودی است که قلب او عرش الرحمن است، عرش خدای بزرگ است. لا یسعنی ارضی ولا سمایی. میگه که اصلا عرش خدا بالاتر، میگه که قلب آسمان ها و زمین جایگاه من خدا نمیتونن من خدا رو تو خودشون جایی بدن، ولی قلب مومن منو میتونه تو خودش جا بده. یعنی انسان ها یه جورایی یه وجود بی‌نهایتی دارن. ما خلق شدیم که این اطوار وجود خودمون رو در مظاهر آیات و
عالم ببینیم در این نشانه هایی که خدا برای ما خلق کرده. ما خلق شدیم تا عالم به خودمان شویم و قرائت بهتری نسبت به خودمان داشته باشیم، قرائت عالی تری، کامل تری نسبت به خودمان داشته باشیم. فلذا رسالت ما چیه؟ رسالت ما چیزی نیست جز شناخت خود. چرا آمدی دنیا؟ کارت چیه تو دنیا؟ کارت اینه که تو خودت رو بشناسی، خودت رو بشناسی. اقرأ کتابک کفا، کتابت رو بخوان، خودت رو بخوان. اون کتابت که میگه کتاب جدای از تو نیست، کتاب ذات خودته. لا یغادر صغیر ولا کبیر، هر چه از گذشته انجام دادید در کتاب ذات خودتان ثبت است. فلذا رسالت ما چیزی جز شناخت خودمون نیست. اومدیم این دنیا خودمون رو بشناسیم. اگر خودتان را بشناسید خدا را خواهید شناخت. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اصلا اینجوری بگم، قرار تو این دنیا، تو این عوالم قرار است از حقیقت ما رونمایی بشه. قرار تو این دنیا، قرار در آیه های الهی، تمام هستی آیه خداست، قرار است که از حقیقت ما در این عالم رونمایی بشه. و اون کی رونمایی میکنه؟ اونم خودمون. خودتون رو بشناسید خدا را خواهید شناخت. آقا همه چی ساده است. این رو یکم راجعش صحبت کنم. انسان ها خودشون رسیدن به اون اهدافشون رو سخت میکنن یا توجهشون رو سختی هاست. دنیا قوانین بسیار ساده ای داره، آنقدر ساده است که کسی باورش نمیشه. خیلی ساده است، همه چی ساده است. رسیدن به مقامات ساده است. اگه کسی باورش باشه که ساده است، ساده هست براش، ساده میشه براش. اگه کسی اعتقادش باشه همه چی سخته، پولدار شدن سخته، به مقامات سیاسی اجتماعی معنوی رسیدن سخته. کسی که باورش اینه، کسی که اعتقادش اینه که راحته. ولی حالا جدای از باورها و اعتقادات، جدای از اینها، واقعا همه چی ساده است. همه چی ساده است، ساده به دست میاد. اکثر مردم دنبال پیچیدگی هستند، دنبال یه چیز سخت هستند، دنبال یه کار خاص میگردن، یه چیز پیچیده ای هستند. ولی واقعیت اینه که آقا الهی شدن، خدایی شدن، معنوی شدن، به مقامات الهی رسیدن، به ثروت ها رسیدن. شما نگاه کنید قارون چیکار کرد برای پولدار شدن؟ گفتش که الا علم عندی، من این رو به وسیله علمم به دست آوردم. اون ثروت عظیم قارون رو، یعنی ثروت هم میخواید خیلی راحت و آسون به دست میاد. اینایی که ثروتمند میشن به سختی ایرادات ذهنی دارن، باورهای مشکلاتشون تو باورها و اعتقاداتشونه. بعضیا باورشون اینه که پول زیر پای فیله، خرسه، باید بری درش بیاری. خب سخت میشه دیگه تو باور. اینجوریه. رسیدن به تمام مقامات معنوی، اقتصادی، پول، ثروت، شهرت، واقعیت اینه که بسیار ساده است. حالا نگاه کن، من مثلا تو فضای مجازی میبینم یه سری انسان ها راحت به شهرت رسیدن، خیلی ساده، خیلی ساده. حالا اسم نمیخوام بیارم، با یک کلیپ، با یک حرف زدن، با یک حرکت مشهور شده، قشنگ همه میشناسن. شهرت بسیار ساده است برای کسی که باورش اینه همه چی ساده است. جالبه، دین هم ساده است. اگر کسی اومد دین را برای شما سخت جلوه داد، سخت بیان کرد، گفت این سخته، بدانید اون دین را نفهمیده است. حقیقت این است که دین ساده است. اینجوری بگیم بهتره. دین برای یه عده بسیار سخته، کار به اون یه عده نداریم. ولی واقعا دین ساده است. ما در روایت داریم پیامبر میفرماید ایها الناس ان الدین یسر، ای مردم روی زمین دین آسان است. آقا دین آسانه، آنقدر آسان است که بعضی اصلا باورشون نمیشه. رسیدن به مقامات محمد و آل محمد علیهم السلام بسیار آسان است. رسیدن به مقامات معنوی، الهی، دنیایی، آخرتی بسیار آسان است. در حد درک کردن است. شما یه سری چیزا رو درک کنید. درکم بعضا نمیخواد. حالا دیگه ما میگیم تا حد خیلی ساده است. آنقدر ساده است
که میگم بعضی اصلا باورشون نمیشه که دین انقدر ساده باشه. دین بسیار ساده است، اما بعضیا دوست دارن سخت باشه، بعضیا دوست دارن پیچیده باشه، خاص باشه، دنبال آسانی نیستن بعضیا. ولی حقیقت اینه که آسانه. درخت سیب به سختی سیب نمیده، به آسانی سیب میده. با ابرها به سختی نمیبارن، به آسانی باران میبارن. دریا به سختی که بخار نمیشه آقا جان، آسان. خورشید کار خودشو میکنه، دریا کار خودشو میکنه، ریشه درخت کار خودشو میکنه، برگا کار خودشون میکنه. هر کسی در جایگاه خودش داره کار خودش انجام میده و میوه درخت ظاهر میشه. میخوام بگم همه چی ساده است. لازم نیست درخت برای اینکه سیب دار بشه از ریشه در بیاد بره پای رودخونه. نه، آب به آسانی میاد پای این درخت، به آسانی از ریشه منتقل میشه به همه چی آسانه آقا جان، همه چی آسانه. دیگه ما دین خدا آسان است. تمام قوانین جهان، تمام قوانین عالم دنیا و قوانین عالم آخرت و لاهوت در دین بیان شده. خب دین آسان است. پیامبر میفرماید دین آسان است. وقتی دین آسان است، تمام قوانین دنیا و آخرت و لاهوت در دین است، در دین وجود داره. وقتی دین آسان است، تمام دنیا آسانه، تمام همه چی آنقدر آسان است باورشون نمیشه. خیلی آسان. عرفان و خداشناسی بسیار آسانه، ولی بعضیا سختش کردن، میرن تو آتیش. بعضیا خودشون رو ناخوناشون رو نمیگیرن. یه سری مرتاض هستن، دیدم تو فضای مجازی، موهاشون رو دراز کردن، میزنن بدن خودشون رو، غذا نمیخورن مدت ها نگاه خورشید میکنن، یه کارایی میکنن سختش. اصلا لازم نیست بس خودتون رو به سختی بندازید برای اینکه چشم سومتون باز بشه. چشم سوم باز هست، فقط کافیه درکش کنید. لازم نیست برای خیلی چیز اصلا تلاش کنید، فقط کافیه درکش کنید، به درکش برسید. درک هم بعضا نمیخواد، خیلی اصلا بدون درک به اون مقامات میرسن. میخوام بگم آسانه. عرفان خداشناسی بسیار آسانه. لازم به یک، حالا بگیم درک یا بگیم شهود، برای خیلی چیزا لازم شهود داشته باشید. شهود هم که نیاز به فعالیت فیزیکی نداره. شهود کار قلبیه. ملاقات خدا که کلیپشم درست کردم، ملاقات خدا کار قلبه، یعنی هیچ نیازی به فعالیت فیزیکی نداره. این ذهنیت ما مثل یک نرم افزار است، مثل یک سخت افزاره. اون چیزایی که توشه نرم افزاره. اگه اون نرم افزاره این باشه که آقا عرفان سخته، خداشناسی سخته، پول در آوردن سخته، خدمت شما عرض کنم هر چی دیگه، هر چی میخواین میگه سخته، اون نرم افزاره اگه باورها، اعتقادات، نیات این باشه که چی سخته، رسیدن به اینا سخت میشه. یعنی خودشون سختش میکنن با اون باوراشون، با اون اعتقاداتشون. شرایط زندگی انسان ها برمیگرده به اون نرم افزاری که تو ذهنهاشون نصب کردن. بعضیا نرم افزارهایی رو نصب کردن سخت بالا میاد. حالا شما فرض کنید این ذهن شما یه کامپیوتره، اون باورها و اعتقادات و اون نیت هایی که تو ذهنتون هست فرض کنید اونا چی هن؟ نرم افزارن. خب بعضی نرم افزارها سریع بالا میان، بعضی نرم افزارها سخت بالا میان و شرایط آدم‌هاش و واقعیت زندگی آدم‌ها همش برمیگرده به اون نرم افزارها، به اون باورها، به اون اعتقادات. شرایط انسان‌ها ربطی به استعدادشون نداره، ربطی به جنسیتشون هم نداره، ربطی به مکانشون هم نداره. یارو تو آمریکا هوملسه، خدمت شما عرض کنم ربطی به زمان نداره. من فلان زمان به دنیا می اومدم، علمی کردم، ربطی به سن نداره، سن ما گذشت و سن و فلان، اینا به هیچ اینا ربطی نداره، به علم و سواد و فلان و لباس و مدرک و شرایط آدم ها، زندگی انسان ها، رفاه زندگی انسان ها همش برمیگرده به اون نرم افزارهایی که تو ذهنشون نصب کردن. بعضیا فرض کنید هر مذهبی یک نرم افزار است، فرض کنید هر جهان بینی یک نوع نرم افزار است، فرض کنید هر باوری یک نرم افزاره. اگر زندگیتون مشکلاتی توش هست، برگردید نرم افزار رو اصلاح کنید.
انسان ها دو خود دارن، یه خود، دو منیت دارن که توی روزه مشخص میشه. وقتی روزه میگیرید یه منیتتون هی میگه غذا بخور، آب میخوام، یه منیت میگه نه صبر کن من روزه رو میخوام. دو منیت دارین خلاص انسان ها. یه منیته حالا با توجه به آیه قرآن متشابهه، یه منیت متشابه، منه آیات متشابه و محکم، یه محکم داریم. حالا یا فیک بگیم و خدمت شما عرض کنم فیک و اصلی، دو تا منیت دارن. حالا این دو تا منیت، این دو تا خود، هرچه به همدیگه با همدیگه هماهنگ باشن، هرچه با هم متحدتر باشن، موفقیتشون بیشتره، هماهنگیشون هرچه بیشتر باشه موفقترن، پیروزترن و به مقامات میرسن. انسان باید مواظب باشه که یه سری کارها رو انجام نده که باعث بشه از خود اصلیش دور بشه. خود فرعی یا خود متشابه بایستی یه کارهایی رو انجام نده که بفرمایید آقا امام رضا. ما باید با خود اصلیمون هماهنگ باشیم، با اون خود الهیمون، با اون خود لاهوتیمون باید هماهنگ باشیم. هرچه هماهنگی بیشتر، خوشحالتر، سرحالتر، موفقتره انسان. هرچه از اون خود اصلیمون دورتر بشیم، متضادتر بشیم، فاصله بگیریم، حالمون بدتر، ناراحتیم. اینا اصلا غم و غصه و افسردگی و اینا علامت اینه که شما از اون خود اصلیتون فاصله گرفتید. هر کاری که توی شریعت اسلام، یعنی در اسلام گفتن حرامه، به خاطر اینه که شما رو از اون خود اصلیتون دور میکنه. گفتن غیبت حرامه چون شما رو از اون خود اصلیتون دور میکنه. مثلا تهمت زدن حرامه، مثلا خدمت شما عرض کنم حق الناس، دزدی، مال مردم خوردن، ربا. هر کاری که توی اسلام حرام شده یعنی چی؟ یعنی آن کار، آن فکر، آن نیت، آن رفتار باعث میشه شما از اون خود اصلیتون فاصله بگیرید و در تضاد باشید. و هر کاری که در اسلام گفته شده حلال است، صدق و راستی حلاله، نماز بخونید، مثلا ذکر خدا بکنید، تقوا داشته باشید، هر کاری گفتن حلاله، اون کارها باعث میشه شما با خود اصلیتون، با اون خود لاهوتیتون هماهنگتر باشین، حال بهتری داشته باشین. اصلا بهشت یعنی هماهنگی دو تا خود، دو تا منیت، و جهنم هم یعنی فاصله گرفتن این دو تا منیت، دو تا خودیت. اینایی که تو اصحاب کهف گفتن یحیی لنا من امرنا رشدا، رشد رو برای ما مهیا کن. خدا هم گفت که یحیی لکم من امرکم مرفقا. اونا گفتن رشد رو به ما بده، خدا گفت من مرفق رو به شما میدم، هماهنگی رو به شما میدم، همه هستی رو با شما هماهنگ میکنم. خودتون اگر خود متشابه با خود محکم هماهنگ باشه، یا به قول امروزی خود فیک با خود اصلی هماهنگ باشه، تمام هستی با شما هماهنگه. اگر این دوتا خود با هم در تضاد باشن، تمام هستی با شما در تضاد، تمام هستی. فلذا کارهایی که باعث میشه به خودتون نزدیک بشید انجام بدید. مثلا آقا اون خود اصلیتون مثلا خوشحالتره به یه مکانی، خب برید تو اون مکانی که اون خود اصلیتون خوشحالتره. یا مثلا به یک وسیله خوشحالتره، اون رو انجام بدید. هماهنگ باشید با اون منیت اصلی درونتون. نزنید تو سر خودتون، نزنید توی سر منیتتون، بی احترامی به منیتتون نکنید، آن منیت الهی، آن نفس مطمئنه که در درون شماست به قول روایات. اگر گفتن که بزنید تو سرتون قاتلوا انفسکم، نفستون رو بکشید، اون نفس اماره است. خیلی اشتباه میگیرن، مثلا میگه آقا از خود تعریف نکن، از اون خود اماریتتون تعریف نباید بشه، ولی نفس مطمئنه رو باید تکریم کرد، نفس لوامه رو باید تکریم کرد، باید خودشناسی کرد. خودتون رو بشناسید، چند تا نفس دارید، چند تا منیت دارید، این منها از کجا اومدن، قراره به کجاها برن، منیت کل چیه، منیت جز چیه. اینها باعث میشه انسان به آرامش ابدی برسه، آرامش پایدار برسه. اگر انسان‌ها خودشون رو بشناسن و با خودشون به صلح برسن، انسان‌ها باید
به صلح با خودشون برسن، به صلح درونی برسن. خلاصه اینه که هر کاری باعث میشه که این دوتا خودتون، این دوتا منیتتون با هم هماهنگ بشه، اونو انجام بدید. که تو اسلام گفته شده دیگه اونا چی هن؟ همه حلال ها رو انجام بدید و از حرام ها دوری کنید تا این دوتا منیتتون هماهنگ بشه، مرفق بشه و در ادامهش همه چیز به وفق و مراد شما خواهد بود. ارادتون رو با خدا هماهنگ کنید. ببینید خدا ارادش رو کجا گذاشته، شما هم ارادتون رو اونجا بذارید. خدا اراده آخرت کرده است. خب اگر ما هم اراده آخرت کنیم با خدا هماهنگ میشویم. تريدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. یه سری از مردم هستن اراده دنیا کردن، میخوان تو دنیا وایسن، فلان بشه، بیسار بشه، حکومت ها تشکیل بدن، نمیدونم خونه ها بخرن، ملک ها بخرن، ازدواج ها بکنن، نسل ها درست کنن. اینا ارادهشون اینه که تو دنیا وایسن، مغازه ها بزنن، کشتی ها بسازن و کارها بکنن. بعضیا ارادهشون اراده دنیاست، ولی والله یرید الاخره، خدا اراده آخرت کرده است. اگر شما اراده آخرت کنید با خدا هماهنگ میشوید. اگر اراده ما با اراده خدا هماهنگ باشد، ما احساس فوق العاده ای از شادی و لذت را تجربه خواهیم کرد. احساس یقین به ما دست خواهد داد، احساس آرامش، احساس لیاقت، احساس راحتی، احساس عشق در هماهنگی با اراده خداست. یحیی لکم من امرکم مرفقا. برای شما، برای امر شما هماهنگی رو، مرفق رو آماده کرده است. اگر شما با خدا هماهنگ بشوید یعنی رفتی تو مدار خدا، یعنی رفتید توی جایگاه اله، و وقتی بروید جایگاه اله رفتید نزد الله، عند الله شده اید. خب عند الله شدید و ما تشاء و لهم ما یشاءون عند الله. برید توی مدار الله، همه چی اونجا هست. در هماهنگی با خدا حس خوب نهفته است، آرامش نهفته است، عشق نهفته است. اگر اراده ما، اگر نگاه ما، اگر ایدئولوژی ما مثل اراده خدا باشد، مثل نگاه الهی باشد، اگر رفتار ما الهی باشد، دقیقا رفتیم تو مدار الهی و همه چیز آنجا هست. ولی اگر اراده ما، نگاه ما در تضاد با اراده خدا باشد، حس بد به ما دست خواهد داد. هر چقدر این تضاد شدیدتر باشد بدتر است. اگه اراده دنیا کنید اذیت میشید، چون مخالف اراده خداست. اونجا چی میشید؟ اذیت میشید. جالبه اگه اراده دنیا هم کنید خدا بهتون میده. من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نعطه منها و ما له فی الاخره من نصیب. اگه اراده دنیا کنید خدا بهتون میده. خدا که بخیل نیست، دنیا بخواید بهتون میده، ولی همه دنیا رو بهتون نمیده، چون شما توانایی همه دنیا رو نداری. توانایی نداری همه ماشینا رو به اسمت بزنن، همه خونه ها رو به اسمت بزنن، همه زمین رو به اسمت بزنن. به همین خاطر گفته نعطه منها، بعضی از این دنیا رو بهت میده. یعنی هیچ انسانی پیدا نمیشه بتونه همه دنیا رو برای خودش چیز کنه. ولی ولش کن، دنیا رو ول کن، از اون دنیا بیام اینور. اگر اراده شما اراده آخرت باشد، این فوز است، این موفقیت است. اگر هماهنگ خدا شوی همه چیز بهت میداد. لهم ما یشاءون عند ربهم الیس الله بکاف عبده. آیا خدا الله کافی نیست برای عبادش، برای عبدش؟ چرا کافیه دیگه. چه چیزی نشان میدهد که آقا جان اراده ما با خدا را فاصله شو چطوری نشون میده؟ چطوری یه اراده ما داریم، فرض کنید این انگشتم اراده ماست، یا این انگشتم هم اراده خداست. حالا این فاصله بین اراده ما و اراده خدا رو چه چیزی مشخص میکنه؟ چه چیزی نشان میدهد فاصله اراده ما با خدا رو؟ احساسات ما نشان میدهد. هر وقت قلبتون اطمینان داشت بدانید اراده شما با اراده خدا یکی شده. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر احساس خوب دارید، اگر احساس قشنگ دارید، اگر قلبتان آرام است، هم برای گذشته آرام است، هم برای آینده آرام است، هم برای الان آرام است. اگر احساس خوب دارید یعنی فاصله اراده شما و خدا
چیزی نیست، اندک است، کم است، یکی شده. حالا به عبارت، یعنی این احساس ما، این آرامش قلبی ما، نقشه راه ماست به ما نشون میده که آقا این اراده شما با اراده خدا چقدر. اگر اضطراب دارید، حالتون بده، تشویش ذهنی دارید، اگر گذشته آزارتون میده، آینده آزارتون میده، یعنی شما یه اراده ای کردید مخالف اراده خدا، به همین خاطر اذیت میشید. اگر هماهنگ نیست، این یعنی هماهنگ نیست. اگر احساس بده یعنی هماهنگ نیست. اگر خوبه یعنی هماهنگه. اگر حس بد ادامه دار بشه، یعنی اگر این تضاد دو اراده ادامه دار بشه، منجر به اتفاقات بد میفته. یعنی خدا میاد میزنه تو کلش که بابا برگرد، اراده آخرت کن. اگر اراده ما در تضاد با اراده خدا باشه، حال بد بهمون دست میده. این حال بد اگر ادامه دار بشه، منجر به اتفاقات بد و بلایا میشه که این برگرده اراده آخرت کنه. از سر لطف خدا این رو میزنن تا سر خر رو کش کنه، برگرده به سمت خدا. همه بلاها به خاطر این است که انسانها رجوع کنن به خدای بزرگ و مهربان. شما میبینید یک فصل داریم بهاره، یک فصل داریم تابستونه، یک فصل داریم پاییزه، یک فصل هم داریم زمستونه. این حالات که بر طبیعت وارد میشه، یه وقت از طبیعت سبزه، یه وقت از زرده، یه وقت از برگ نداره، یه وقت از سفید پوش میشه، حالات مختلفیه، گرم و سرد و معتدل و هوا مختلفه. این فصل ها برای جان انسان هم اتفاق میفته. یعنی بچه در ابتدای بچگیش، انسان در ابتدای بچگیش بهارشه، با تراوته، بازی میکند، لذت میبرد، با هر چه دم دستش باشه باش بازی میکنه، لذت میبره، کیف میکنه. خلاصه بهار عمر انسان کودکیشه. اصلا نه میفهمه غم چیه، غصه چیه، فقر چیه، بیماری چیه، هیچ، تو عالم خودش. میاد تو فصل تابستون فرض کنید جوانیشه. این جوانیشه و شور داره و شور و شوق داره و بالاخره یک کمی حس شیطنت داره و یک کمی شعبتون من الجنون، یک مقدار حالت دیوانگی داره، مست دیگه برای خودش. حالت تابستانی داره جوانی. پاییزم فصل میانسالی انسان است و حالات میانسالی رو داره. کم کم ادعاهاش میریزه، کم کم کرکوپرش میریزه. تو جوونی خیلی ادعا داره، من چی میکنم، چی کار میکنم، علم میکنم، بل میکنم. تابستونه دیگه، میوه ها ظاهر شدن، قشنگ شدن، ادعاها زیاده. ولی وقتی پاییز میشه، یواش یواش برگا میریزن، لخت میشه، درختها هیچی ازش دیده نمیشه، زمین یواش یواش سبزیش رو، رنگش رو از دست میده و اون ادعاها کم 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 رنگ میشه که تو جوانی داشت و وارد مرحله زمستان میشه دیگه. اون مرحله آخر عمرشه یه جورایی. خصوصیات زمستان رو پیدا میکنه، سرد. خب خدای شکرت، پیری دیگه، پیری مرحله زمستانه دیگه. نه بدنی دارن، نه شور و شوق آنچنانی دارن. خدا شکرت. توی طبیعت، توی جمال خدا هم ما فصلها داریم. مثلا شما میبینید یه رودخانه ای یه وقت آب داره، یه وقت آب نداره. یا مثلا یه دریاچه یه وقت آب داره، مثلا 50 سال پیش آب داشته الان نداره، 50 سال بعد یه دفعه میبینی آبدار میشه. یا مثلا یه دریاچه ای مثلا ماهی نداره، مثلا یا چیزایی که توش هست حیوانات توش کمه، یه دفعه 50 سال اصلا هیچی نیست، یه دفعه میبینی آقا 10 سال بعد پر شد از ماهی‌های مختلف و انواع و اقسام حیواناتی که تو دریان. اینجوریه. اونام فصل تابستان و جمال خدا، جلال چیز دارن. خدمت شما عرض کنم هست دیگه. همه جا، در همه حالات فصلهای مختلفی رو میشه دید. فنا و محو در الله یا در اولیاء الله رو میخواستیم یکم راجعش صحبت کنیم. بعضی افراد نفسشان، جانشان، روحشان بسیار قوی است. اینها میتوانند مستقیم در الله محو و فانی شوند، مثل انبیا، مثل اولیا، مثل بعضی از انسانهای خاص، مثل سلمان فارسی ها، مثل پیروان راستینشون، حالا اینجوری بگیم. اما بعضی از انسانهایی که حالا روح کمتر قوی تری دارن یا ضعیف تری دارن،
چون در روایت هم میفرماید الناس کمعادن، مردم مثل معدن ها، یه معدن از طلاست یه معدن از نقره است. اونایی که طلان قوی اند، روحشون بزرگتره، اینا مستقیم میرن فانی فی الله و حتی پیامبر از الله هم عبور کرد، یعنی به ذات رسید، شد عبدهو. حالا بعضی از انبیا، حالا نمیخوام اسم بیارم، به مقام عبدالله رسیدند، یعنی عبد الله شدند. اما پیامبر از این مقام بالاتر رفت، به مقام عبدهو رسید. حالا اینا رو باز کنم که فرقش چیه خیلی طول میکشه. الله یعنی مستجمع جمیع صفات الهی و عبدهو یعنی اشاره به غیبت، اشاره به مقام ما فوق اسماء و صفات است. حالا کار نداریم، نمیخوایم بریم اونجا، نمیخوام بحث کنم اونجا رو. بعضیا روحشون قویه و فانی فی الله میشن مستقیم، بدون هیچ واسطه ای، بدون به هیچ وسیله خودشون مستقیم فانی فی الله و محو فی الله میشن. اما بعضی ها کمی ضعیفترن، نمیتونن مستقیم فانی فی الله بشن. یه جا میگه و اعتصموا بالله، اعتصام بجوید به الله، اونا مال ارواح قوی اند، مستقیم وصل میشن به خدا. یه جا میگه و اعتصموا بحبل الله، یه حبلی واسطه شده اینجا که حالا تعبیر شده به انبیا و اولیا. خیلی از مستقیم فانی و محو الله میشن، خیلیا نمیتونن، قدرت روحی رو ندارن که فانی و محو الله بشن، تواناییشو ندارن. توانایی این که حالا بعضی از اسرار توحید نمیشه اینجا گفت، نمیگم، مثل کلی میگم، نمیتونن جمال رو میتونن در خودشون فانی ببینن ولی جلال رو نمیتونن. من اینجوری سربسته گفتم، همین خوب. بعضی ارواح لازمه که فانی بشن در اولیا، در انبیا، به همین خاطر گفتن که وابتغوا الیه الوسیله، به اینا گفتن آقا وسیله بگیرید، شما نمیتونید جلال خدا رو در خودتون هضم کنید، به توحید جلالی و جمالی برسید، فانی فی الله بشید در جمال و جلال. خیلی نمیتونن. گفت اونایی که نمیتونن گفتن آقا تو که نمیتونی، فانی شو در انبیا، فانی شو در امام، وسیله بگیر، حبل الهی رو اتخاذ کن. تو در اون که انبیا اولیا فانی در ذات خدا هستن، ممسوس فی ذات الله هستن، هر کسی هم فانی در اون امام بشه، فانی در اون، حالا قدیمی‌ها میگفتن سینه سوخته امام حسین، یعنی این دیگه سوخت تو امام حسین، سوخت، هیچ چیز نموند، پر شد توی امام حسین. عشق امام حسین این رو سوزوند، محو و فانی شده در امام حسین، هیچ چی نمیبینه جز امام حسین، هیچ چی نمیشناسه جز امام حسین. مرحوم ذاکر خدا رحمتش کنه عاشق و شیدای امام حسین شد. و حالا این کلیپ هم هدیه میکنم به روح منورشون آقای ذاکر، من خیلی مدایش خیلی دوست دارم، سید جواد ذاکر، خدا رحمتش کنه، خدا مقاماتش رو عالی‌تر بگرداند ان شاء الله. از روح مقدسش هم کمک میخوایم که به ما کمک کنه. ذاکر جان به یادت هستیم، به یادمان باش، خدا رحمتش کنه. این سید جواد ذاکر رحمت الله علیه اصلا هیچی ازش نمونده بود، وقتی مداحی میکرد اصلا من مستقیم از امام حسین میشنیدم. الله اکبر. اینا محو یا مستقیم مثل امام، مثل انبیا، اونایی که قویان میتونن محو در الله بشن، یا بالاتر محو در هویت غیبیه الهی بشن که اون کار پیامبران است و اولیاء خاصه. حالا توی انبیا هم، توی اولیاء و انبیا هم خاص الخاص داریم که پیامبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم قاب قوسین و ادنا رو، حالا اون او ادناش اصلا تفسیر نمیشه، چی میخوان بگن راجع به او ادنا، هر چی بگن اون نیست، حالا کار نداریم. یا انسان ها محو و فانی در الله میشن، خب هیچی شدن، اونایی که میتونن میشن. اونایی که نمیتونن خدا بهشون دستور داده شما بیاید فانی در اولیا شید، فانی در انبیا شید. تو بیا فانی در محمد جان شو، عاشق محمد شو، پیرویش کن، تبعیتش کن، عاشق امام حسین شو، عاشق امام رضا شو، عاشق امام زمان شو، بسوز در عشق امام حسین. اون منیتت را، اون منیت وهمیت را در عشق امام حسین بسوزان، پرپرش کن، محوش کن. یه کلیپ هم درست کردم انسان در آتش، اونجا توضیح دادم که حتما همه انسان ها باید منیت وهمیشان را بسوزانند، یا با آتش غضب الهی یا با آتش عشق الهی. اونجا توضیح دادم دیگه، دوباره کاری نشه. اگر کسی منیتش، خودش توانست منیتش را در الله محو و فانی کرد که اون کار انبیا اولیا و پیروان خاص آنها هست. خیلی اکثریت مردم نمیتوانند، تواناییشون ندارن که اون کار رو انجام بدن. اینا میان محو و فانی امام میشن، محو و فانی انبیا میشن، و ابتغوا الیه الوسیله، در فنا در عشق الهی محو میشن. شهدای کربلا شما دقت کنید میبینید که همه شهدای کربلا محو امام حسین شده بودن، اصلا شهدای کربلایی وجود نداشت. همه اونایی که تو کربلا شهید شدن همهشون سوخته امام حسین بودن.
همهشون پرپر شده امام حسین بودن. اصلا شما غیر از امام حسین در کربلا ندیدی. توی شهدای کربلا همش امام حسین بود. همه اونا، حضرت زینب، حبیب، مظاهر، زهیر، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، همه اینا محو شده بودن تو امام حسین، وانی شده بود. اصلا عباسی وجود نداشت، امام حسین بود. آنقدر سوخته بود در امام حسین. زهیری وجود نداشت، امام حسین بود. علی اکبری وجود نداشت، همشون تجلیات امام حسین شده بودن، محو سوخته بودن تو امام حسین. اصلا یعنی تنها امام حسین تو کربلا جنگید. خود امام محو در الله بود، عبدهو بود. امام حسین عبدهو بود و شهدای کربلا همشون محو امام حسین شده بودن. اینا به واسطه امام حسین محو عبدهو شده بودن، فانی و محو هویت غیبیه الهی شده بودند، آنجایی که پیامبر بزرگ رفته بود. لذا کربلا امام حسین وجود نداشت. امام حسین هم فانی و محو خدای بزرگ شده بود، عبدهو بود، از عبد الله هم گذشته بود، عبدهو بود، عبد هویت غیبیه الهی شده بود که هیچ سخنی نمیشه راجع اون مرحله کرد. از این فقط میتونی بگی عبدهو. یه چیه، چجوریه، جریانش چیه، اصلا نمیشه راجع عبدهو صحبت. او چیه، کی میتونه حرف بزنه؟ قصرت الالسن، همه زبان ها قاصر از این حرفا. ولذا امام حسینی هم وجود نداشت. همه اینا محو امام حسین شده بودن، فانی و سوخته عشق امام حسین شده بودن. اصلا خودی وجود نداشت، زهیر وجود نداشت، عباس ابن علی وجود نداشت، علی اکبری وجود نداشت، زینب کبرایی وجود نداشت. همه شهدای کربلا محو امام حسین شده بودن. خود امام حسین هم فانی و محو هویت غیبیه الهی شده بود. ولی شما تو کربلا فقط خدا رو میبینید. تو جریان دسته امام حسین فقط خدا رو مشاهده میکنید. اونجا خدا میگوید اننی انا الله لا اله الا انا. اونجا موسی هم به این آتش رسید، منیتش فانی شد. اونجا تو کلیپ انسان در آتش توضیح دادم. اونجا منیت موسی هم در کربلا سوخت، پرپر شد. گفتش که انی آنست نارن، من یه آتشی دیدم، یه آتش عشق الهی رو تو کربلا دیدم، برم یکم برای شما زن بچه‌رم بیارم. موسی رفت آتش بیاره، خودش سوخت با آتشه، هیچیش نموند، فقط وحی الهی موند، محو و فانی شد. اونجا تو کربلا محو خدای بزرگ شد. ولی فقط خدا رو شما تو کربلا میبینید، نه امام حسین میبینید، نه شهدای کربلا رو میبینید. همه فانی و محو خدای بزرگ شده بودند، عبدهو بودند. خداش هم شیر میزد. خدا ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. چقدر این کربلا قشنگ است. حضرت علی اکبر به امام حسین میگوید الاتش قد قتلنی، تشنگی مرا کشت. به امام حسین میگوید، حضرت علی اکبر علیه السلام میگوید که آقا جان، آتش دارد مرا میکشد، یعنی من تشنه شهادتم، میخوام شهید شم، تشنه شهادتم. این نگاه توی امام حسین نمیگذارد این تیرها، این شمشیرها به من علی اکبر اثر کند. آقا جان من تشنه، بذار من شراب شهادت رو بنوشم. الاتش قتلنی. تو مقتل است که آقا حضرت علی اکبر علیه السلام ممسوس، این حضرت علی اکبر خیلی مقامشون بالاست، ممسوس فی ذات الله، در ذات الله سیر میکرده. تو مقتل است که 200 نفر رو کشته، همین علی اکبر علیه السلام. بعد میاد پیش پدرش میگوید آتش دارم. تشنه آقا جان یعنی چی؟ یعنی آقا اذن شهادت رو بدهید. شما امام حسین با نگاه نافذتون، با اون نگاه نافذ ولایتیتون اجازه شهادت رو به من بدهید. شما با اون نگاه نافذ ولایتی اجازه شهادت نمیدهید. اجازه بدید منم شهید شم. این الاتش قتلنی ظاهرش به آب میخوره، من تشنه آبم، ولی باطنش اینه که آب من تشنه شهادتم، اجازه بده شهید شم. این نگاه ولایتیتون رو وردارید، اجازه بدید من شربت شهادت را بنوشم. ولی اکبری وجود نداره. آنچه وجود دارد در صحرای کربلا همه فانی حسین ابن علی هست. حسین ابن علی هم وجود ندارد. همه وجود حسین ابن علی سلام الله علی روحه و قبره و کلامه و نوره و سراجه و برهانه. حسین ابن علی تمام وجودش محو خدای بزرگ است، تمام وجودش فانی در ذات خدای بزرگ است. در قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوبهم اقفالها. وسیله تدبر با توجه به این آیه مبارکه قلب است. افلا یتدبرون ام علی قلوبهم اقفالها. وسیله تدبر قرآن قلب است. تدبر در قلب صورت میگیرد. قلب کارش چیه؟ قلب کارش، جایگاهش، وظیفه‌اش شهود است. در قرآن است ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او الق السمع و هو شهید. کان له قلب و الق. کار قلب چیه؟ کار قلب اینه که شهیده دیگه. شهید و شاهد و شهوده. شهود به عالم قلب برمیگردد. یعنی قلب ماست که یک سری علوم، یک سری حقایق، یک سری باطن اشیاء، باطن ظاهرها رو میبیند، شهود میکند. خدا میخواد ما به شهود برسیم. خدا میخواد ما شاهد بشیم بر حقایق. اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله یک حقیقتی است و خدا از ما میخواهد که ما اون لا اله الا الله را با قلبمان شهود کنیم. اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شهود کنیم که محمد رسول الله است. شهود کنیم که اولیاء حجج او هستند. چرا از ما شهود خواسته؟ نگفته اعلم مثلا لا اله الا الله، گفته اشهد ان لا اله الا الله مثلا، یا مثلا عبارات مختلفی نگفته. گفته اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. از شهود صحبت شده، از شهادت و شهود صحبت شده. چون توی شهود خطا وجود ندارد. در علم حصولی امکان و احتمال این که خطا باشد وجود داره، ولی در شهود قلبی خطا وجود نداره. ولذا خدا از ما خواسته که شهود قلبی داشته باشیم. همه الفاظ، همه کتاب ها، همه الفاظی که معلم ها به دانش آموزان میگن، همه کتاب ها، همه دوره ها بیانگر یه سری شهوداتند. یه سری شهودات قلبی انجام شده. حالا اون شهودهای قلبی را میآیند به وسیله الفاظ، به وسیله کتاب ها، به وسیله دوره ها، کلیپ ها و هر چیز دیگه. اون شهوداتشون رو به وسیله در قالب الفاظ و غیره به دیگران چیکار میکنن؟ منتقل میدن. شما الفاظ را میخوانید یا الفاظ را میشنوید، باید به شهود آن الفاظ برسید. مثلا میشنوید یا میبینید لا اله الا الله، خب این یه چیزی به گوشتان خورد. حالا قلبتان باید به جایی برسد که آن لا اله الا الله را شهود کند، ببیند، مشاهدهش کند. یعنی یه جورایی یک سری مقامات، همه علوم، همه علم ها، همه آیات، اینجوری بگیم همه احادیث، یک سری مقاماتند که باید آنها را بخوانیم، وارد قلب کنیم، به دستگاه قلب بدهیم، همه حرفهای خوب را بشنویم و به دستگاه قلب بدهیم و قلب کارش این است که اون الفاظ را که شنیده است شهود کند، ببیند، به آن مقام آن الفاظ برسد. ما یه علم حصولی داریم یا کسبی هم بهش میگن آقا تو میری دانشگاه فلان مدرک رو میگیری، بهت میگن عالم فلان رشته. یا میری مراکز آموزشی، حالا به هر عناوینی که وجود داره، حوزه دانشگاه، حالا مکتب بود قدیم یا هر چیز دیگه، شما میرید یه سری علوم را کسب میکنید. حالا جدیدن شده دوره مثلا صوتی، تصویری یا حالا هر چی. شما میرید یک سری علوم را وارد ذهنتان میکنید، یه سری الفاظ را وارد قلبتان میکنید. این علم حصولی است. حالا اون مرحله اوله. مرحله بعد کار قلب شروع میشه. اینجا اون الفاظ را میگیرد و سر وقت خودش بالا میآید. اون الفاظ مثل بذرند. شما یک جمله را شنیدی 10 سال پیش، حالا امسال تازه اون رو شهود کردی. یعنی اون علم حصولی مثل بذر است در قلب. شما علم حصولی را میریزید تو قلبتان، سر وقت خودش بالا میاد، رشد میکنه. شما بذر رو میپاشید توی زمین، خاک هم میریزید روش، یعنی فراموشش میکنید، اصلا دیگه یادتون نیست. ولی یه دفعه میبینی آقا یه هفته بعد، یه سال بعد، یه ماه بعد، 10 سال بعد، اون حرفی که شنیده بودی، اون علمی که حاصل شده بود، کسبش کردی برات، حالا قلبت اون رو مشاهده میکنه، قلبت اون رو شهود میکند. یه علم حصولی داریم، یه علم شهودی داریم که مرحله بعدیه. این علم شهودی باطن علم حصولی است.
حالا بعد از اینها، بعد از اینکه این قلب مدام آن علم حصولی را که به شهودش رسیده است آن را آنقدر شاهد شد به علم حضوریش میرسد، یعنی میشود تبدیل میشود به علم حضوری. شما علم کسبی را تکرار میکنید میشود ملکه ذهنتان، علم شهودی را تکرار میکنید تبدیل میشود به علم حضوری برای شما. 3 لایه شد، 3 بخش شد: علم کسبی یا حضوری، علم شهودی و علم حضوری، که این علم حضوری مغز علوم است. این مغز علومه. خداوند، خود خدا هم به همه چیز علم حضوری داره. اون حالا بحث خدا رو کار نداریم، نمیخوایم بریم اونجا، که میگه هو العلیم، این علیم خدا کدوم دسته از این علم هاست، اون بحث شده علم حضوری خدا رو میرسونه. خب 3 مرحله شد، یا میشه بگیم مثل گردوه. گردو یه پوست سبز داره، اونایی که گردو کارند و تو داستان گردو آشنان. گردو رو وقتی از درخت میچینید یک پوست سبز رنگی داره، اون رو باید جدا کنید که نرمه. یه پوست سفت داره، این دو تا پوست داره، اون پوست دومی سفته، اون رو هم میشکنن. حالا گردوی کاغذی داریم و غیر کاغذی، اون کاغذی زود شکسته میشه. بعضی دین ها پوستشون نازک سری به مغز میرسن، بعضی دین ها هم که پوستشون سفته، حالا کار نداریم، تا به مغز گردو میرسن. مغز گردو علم حضوریه. 3 لایه شد: شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت علم حصولیه، طریقت علم شهودیه و بگو حقیقت هم علم حضوریه. تمام تلاش های علمی برای درک علم حضوریه. همه دم و دستگاه دانشگاه و اینور و اونور و تلاش های اساتید و شاگردها به خاطر اینکه اینا درک کنن علم حضوری رو. مرکز علم حصولی افکار است، ذهن است. مرکز علم شهودی قلب است. مرکز علم حضوری همان حقیقت لاهوتی انسان است. انا لله و انا الیه راجعون. ما از لاهوت هستیم، ما از اله هستیم. علم حضوری ما مرکزش همون بخش لاهوتی ماست که لایه بالاتر و عالی انسان است. حالا علم لدنی هم بهش میگن، یعنی علمی که حالا فکر علت معده هست، آماده کننده هست، زمین ساز است برای شهود. علم حصولی وسیله و سبب است برای علم شهودی. علم حصولی و شهودی هم وسیله هم برای علم حضوری.